خب وقتون بخیر. محمد باقر قالیباف دیروز در مصاحبه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نکاتی را پیرامون آنچه که مذاکرات اسلام آباد نام نهاده شد مطرح میکنه. نقد سخنان محمد باقر قالیباف و درک اوضاعی که امروز جمهوری اسلامی یا دولت ایرانی یا روایت جمهوری اسلامی دولت ایرانی در آن گرفتار است، کاری است که از پس این مصاحبه میشه به درستی و به وضوح اون رو استخراج کرد. من سعی میکنم که مصاحبه محمد باقر قالیباف رو پخش بکنم، امیدوارم که خللی ایجاد نشه مثل بار پیشین، و به خاطر اینکه مصاحبه طولانیه و 1 ساعته، من سعی میکنم این رو روی دور تند قابل فهم بذارم و سعیم نمیکنم که به صورت مبسوط کلمه به کلمه سخنانی رو که میگه بررسی بکنم. شما خودتون بیاد داشته باشید آنچه را که میشنوید و من به طور کلی بعد از گفته های قالیباف
مجموعاً آنچه را که در حال رخ دادن است رو بررسی میکنم. این دیبیتی است برای یاران و برای تمام کسانی که میخواهند به تعین برسند و میخواهند بدانند که در لحظات آینده، در روزهای آینده چه کار بایستی بکنند و چه چیزی را بایستی انجام بدهند. همچنین کسانی که به دنبال عاملیت مردمی میگردند و اینکه عاملیتی به این مردم بدهند. یواش یواش صحنه که داره بر میخوره، اتفاقات هم شنیدنیتر هم دیدنیتر میشود وقتی که تب و تاب نمایش های پرشور دود و آتش و خون و بمب و اینها کنار گذاشته میشه. حالا داستانهای دیگر به وضوح دیده می شود. پس محمد باقر قالیباف دیروز در صدا سیمای جمهوری اسلامی صحبت کرده. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ابتدا عرض سلام دارم و احترام به همه ملت عزیز و شریف ایران، ملت آگاه، بصیر، شجاع و وقت‌شناس. خب ببینید به این نکته توجه بکنید، ملت آگاه، بصیر و وقت شناس. خب وقت شناسی جزء خصیصه های مردم ایران نیست. مردم ایران اولا هیچ وقت شناس نبودن، سر قرارهاشون دیر میرن، سر کار دیر میرن، آدم های وقت شناسی نیستن. اما این وقت شناسی رو شما چرا به دامان مردم ایران پرتاب میکنی آقای قالیباف؟ شما منظورت از وقت شناسی اینه که ببینید اینجا دیگه ما یه مشت دروغ گفتیم، اراجیف گفتیم، بفهمید که ما الان باید کوتاه بیایم، دستمال بکشیم، تسلیم آمریکا بشیم. شما این وقت شناسی رو که ابتدا حقنه میکنی در این گفتگویی که میخوای بکنی به مردم، این پیام رو با خودتون دارید. شما سابقه از این میرزابازی ها دارید. ببینید شما سیاست رو اینطوری میفهمید. طباطبایی میگفت که مقام فراهانی به میرزا محمد علی آشتیانی گفت که وقتی میری برای معاهده ارض روم، اول معاهده ننویس، دوما اگر مینویسی به زور میرزایی چنان کلمات را مغلق و مبهم و دو پهلو انتخاب کن که ما بتوانیم دبه کنیم. شما نه عقلی دارید، نه درایتی دارید، نه تفکری دارید، نه انسانهای برجسته‌ای هستی. شما یه مشت کلاهبردار دودوزه باز زبان بازید که با این زبان مغلق فارسی سعی میکنید که سر دیگران رو گول بمالید. آقای محمد باقر قالیباف، خب در ابتدای کلام مشخص تو چه چیزی رو میخوای به دیگران حقنه بکنی؟ از تبریک و تسلیت دارم به همه خانواده هایی که عزیزان خودشون رو، فرزندان خودشون رو، همسران خودشون رو، دوستان خودشون رو از دست دادند و به روایتی به دست آوردند. ابراز همدردی دارم با اونها و از خداوند بزرگ میخوام که انشالله به گونه‌ای رفتار کنیم و عمل کنیم که مدیون این مردم عزیز و سرفرازمون نباشیم. و از اینکه امروز این فرصت شد که با مردم عزیزمون سخن بگم، خداوند بزرگ رو شاکرم. ولی حتما بهتر بود که زودتر با مردم عزیزمون صحبت کنم، ولی واقعا مشغله های کاری بفرم. نه مشغله های کاری نبود آقای محمد باقر قالیباف. شما تا دیروز فکر میکردی که اسب مراد را به راحتی میتازانی. امروز مجبور شدی به خاطر فشارهایی که بهت آوردن و این فشارها رو بعداً میگوییم که کیا بهت آوردن، مجبور شدی تحت نام شفافیت و گفتگو با ملت عزیز و ملتی که کس و کارشون کشته شده، منظورت اوناییه که تو خیابون طی این 50 روز عین مترسک آوردی اینا رو تکونشون دادی، بهشون وعده‌های واهی دادی، میرفتی پهلو دختران بی‌حجاب ازشون مصاحبه میگرفتی به نام میهن عزیز ما و سرزمین ما و ما همه ایرانی هستیم و
حالا شما داری با کاری که میکنی و فشاری که بهت اومدی بگی که در اون روزهای مذاکره چه گذشت. بعد ما باید ازت قبول بکنیم تو آدم صادقی هستی، اصلا دروغگو نیستی، دوز که نیستی، که اصلا شما در اون ماجرای هلدینگ یاس و دزدی های شهرداری تهرانی که در فایل سردار جعفری لو رفت و رادیو فردا این فایل رو پخش کرد، شما اون آدم نیستی. شما بسیار آدم صادقی هستی، اصلا دو باز و کلاه بردار و فاسد و یه بچه دهاتی بی همه چیز که حالا به یمن دولت ایرانی احساس میکنه رجاله است. غیر از اینه آقای قالیباف، شما بهت فشار اومده که اومدی در صدا و سیما و داری با ملت قهرمان حرف میزنی، داری گزارش میدی به ملت قهرمان. شما به ملت قهرمان گزارش نمیدی، شما داری به عده‌ای که بهت فشار آوردن گزارش میدی و سعی میکنی که فضا رو جمع جورش بکنی، چون یک کثافت و گندهای دیگه رو متقاعد دارید. فکر میکنید با شامورتی بازی و کلاهبرداری و ایرانی بازی و از این تمام صفات نکوهیده‌ای که همتون کلکسیونش رو دارید سعی میکنید که ماجرا رو جمعش بکنید. فشار کاری کمتر این فرصت رو به من داد و چون من معتقدم همیشه که دانستن و مطلع بودن مردم حق قطعی اونهاست و طبیعتا مخصوصا در این شرایط وظیفه ماست. یه سوال اصلی شما در جلسه قبلی هم که صحبت کردیم در مورد جنگ، توصیفی عملیاتی وضعیت جنگ رو، اون پیروزی‌هایی که ما داشتیم، نقاطی که وجود داشته در درباره صحبت کردیم. الان وضعیت جنگ رو و موقعیت ایران رو در چه وضعیتی دارید؟ دست برتر با وجود اسلامی یا موقعیت آمریکا بالاتر قرار گرفت؟ خب بکنید باز آغاز جنگ ادامه همون هیلگری و بی‌اعتمادی که با آمریکا بود، بازم دیدید در وسط مذاکره این حرکت رو انجام دادن و اون دفعه اومدن در طراحیشون فرماندهان ما رو به شهادت رسوندن. در این نوبت در آغاز کارشون اومدن امام شهید ما رو به شهادت رسوندن. یک بخشی از یک جلسه از فرماندهان رو در یک جلسه بررسی دفاعی به شهادت رسوندن. بخشی از نیروهای امنیتی ما رو به شهادت رسوندن. مرسی. به آقای قالیباف من به این برمیگردم. آقای قالیباف، سردار قالیباف، شهردار قالیباف، مذاکره کننده، متصدی ارباب تنگه ها، کی جلسه رهبر رو لو داد؟ کی با آمریکا و اسرائیل هم داستانه؟ شما چند نفرید که با هم تصمیم گرفتید و ارباب آمریکایی شماها رو قبول کرده، بعد نشستید یه نمایش به راه انداختید، یه دز رفقای سابق خودتون رو درو کردید رفت، باید میرفتن. خب این مهم نیست که آمریکا یا اسرائیل اینا رو کشته، مهم اینه که کی این آدرس ها رو میده. این ملت قهرمان و این دستگاه های امنیتی بسیار پاک دل و پاک دست و سرباز گمنام ظاهراً پول و قدرت. چرا آدرس رو نمیدی؟ خب شما فرار به جلو میکنی، یه مش تب و تاب و الفاظ دروغ و اشک تمساح و تقیه‌ای که تنها سنتی است که به نام تشیع جذبه داره و شماها رو شیعه کرده، چون همه دروغ گویید به نام تقیه. بسیار سیستم عالیه، سیستمی بر بنیاد دروغ و اسمش هم تقیه است. خب کدومی که از شماها این تصمیم رو گرفتی؟ لیست جدید کیه؟ اینو شما باید رو کنید. فعلا به صحرای کربلا فرار نکنید، چه میدونم شیعه بازی در نیارید، وای حسین کشته شد و دست بریده علی اصغر و علی اکبر و عباس و اینا رو شما مطرح نکنید. شما بگید که کی داره و کی این آدرس ها رو داد، چه دور اول چه دور دوم. به این برمیگردم. یعنی باز دو مرتبه اون خوی جنایتکاری و اون خو اتفاق افتاد
ولی اولین نکته که اینجا من میخوام اشاره کنم اینه که ما از تجربه جنگ اول که اگر دقت کردیم در جنگ اول ما تقریبا یک تأخیر 14-15 ساعته در عکس العمل ما در حمله اتفاق افتاد. ولی در این جنگ با توجه که فرمانده معظم کل قوا به شهادت رسید، فرمانده کل سپاه به شهادت رسید، رئیس ستاد کل به شهادت رسید و اینها میتونست همون خلل رو وارد بکنه. نه، اینها نمیتونست خلل وارد بکنه، چون اینها اتفاقا داره میگه شما برای این داستان برنامه ریزی کرده بودید، آماده بودید، بسته بودید، آمریکا و اسرائیل رو به کمک خواستید و سریعا میدونستید چه کار باید بکنید. نه هول شدید، نه دست و پاتون رو گم کردید، سریع جمعش کردید داستان رو. این داره میگه که به ما داره میگه که شماها لیستا رو آماده کردید، دور اول یه تراش زدید، دور دوم هم یه تراش زدید که بروی به این شرایطی که الان شما در صدا و سیما قرار داریم. آقای قالیباف در موردش صحبت میکنیم. ولی ما دیدیم در کمترین زمان ممکن عکس العمل ما انجام شد، با دقت این کار انجام شد. این حاکی از اینه که ما از تجربه گذشته استفاده کردیم، حاکی از اینه که ساختار ما ساختار مستحکمیه. نه، این حاکی از اینه که شما خوب بستی، هماهنگ، دقیق و میدونستی که بایستی چه کار بکنی قدم های بعدی. به این معنا نیست که تو تجربه گرفتی. چی میگه این فقط این معنا رو میده؟ جلسه سیکرت مخفی، جمع کردن یه مشت آدم اونجا، این کار بسیار دقیقی رو میطلبه که شما انجام دادید. اون که همیشه امام کبیر ما و امام شهید ما میگفتن فکر نکنید که این انقلاب، این ایران، این کشور متکی به ماست. این متکی به خداست، متکی به این ملت. در نبود ما هم این پیش میره. شما دیدید که نه آقای قالیباف، رمالی نکن، حرفای بی خودم نزن. این ربط به ما داره و این ملت ایران از هیچ ملت دیگری در این دنیا مؤمنتر نیست، دست پاکتر نیست. اتفاقا صفات نکوهیده و خصلت متریالیستی در ماها بیداد میکنه. چرا در حرف مفت میزنی؟ آن چیزی که اینها رو نگه داشته، منظور خودتونید دیگه، زد و بند و ارباب آمریکاییتونه شما رو نگه داشته. این شاموتی بازی های دروغگویانه‌ای که دارید میکنید، بعد هر از گاهی هم میاید چون شیعه هستید و شیعه بودن یعنی تقیه کردن و دزد و دغل بودن، شما اینطوری معنی میکنید شیعه رو، ما اینطوری میفهمیم شیعه رو. شما همه کثافتی میکنید شیعه هم هستید، همه کاری میکنید شیعه هم هستید، رفقای خودتون رو میکشید، بیشرفی میکنید، جای همدیگر رو لو میدید، میگید اربابتون بیاد کمکتون کنه. اینو خدا حفظ نمیکنه، اینو عقل، طمع و رفقایی که داری حفظ میکنه. تا حالا شما رو حفظ کرده. امام شهید ما چند روز قبل از حادثه شهادتشون فکر میکنن در دیدار با مردم تبریز بود، در سالگرد 40 شهدای انقلاب که هر سال در این تاریخ ملاقات میکردن. اونجا فرمودن که اگر ما هم نباشیم خدا خود مردم رو مبعوث میکنه. و امروز بعد از 40 روز معنی این حرف رو هممون درکش کردیم. او عینیت پیدا کرد این کلام که مردم واقعا خودشون مبعوث شدن، خودشون امام شدن، خودشون امت شدن. آفرین آی قالیباف، این مردمی که الان مبعوث شدن، امام شدن، امت شدن، نبینم اساءه ادب بکنی، بی‌تربیتی بکنی، پرروبازی در بیاری. خدا اینا کرده. در مقابل این ملت مبعوث شده در میادین انقلاب و میادین دیگر تهران و شهرهای دیگه بیستی. نبینم خفشون کنی، نبینم یه مشت امنیتی اطلاعاتی فاسدی که جای آقا و سرداران سپاه رو لو دادن بفرستی که جلوی شعار مرگ بر سازشکار رو بگیرند. نبینم یواش یواش در مقابل انتخاب خدا بیستی. قالیباف، این حرفایی رو که داری میزنی
تاوان داره. باید یادت باشه اون مردمی هم که تو داری خرشون میکنی با این حرفا، که تو به قول خودت تو میادین ایستادن این 50 شب، باید امثال تو رو که این حرفا رو در تلویزیون میزنه، این حرفای تو رو سند قرار بدن. هر طول بسیجی، هر اطلاعاتی پدر سوخته‌ای که بخواد شعارهای اینها رو حذف بکنه، بخواد جلو اینا رو بگیره، باید پاسخ و کوبنده بهش بدن. یادت در اخدود خاموشی کشی 18 و 19 دی چه کار کردید؟ حالا نوبت این طیف مردمه این بلا رو سرت بیاره. اونا که یادته شما گفتید اینا اسرائیلی بودن و آمریکایی بودن و گرفتید هزاران نفر، 10,000 نفر رو کشتید در 2 شب. یعنی در تاریخ بشریت شما رکورد زدید در جنایت، در بیشرفی. حالا یه جور دیگه مردم اومدن تو میدان، همین جور مردم هم یا شما یه اخدود خاموش کشی دیگه به راه میندازی، حالا این دفعه با به احتمال زیاد یاران دجال، به احتمال زیاد با گلوی صهیونیسم. چه کار میکنی؟ مثلا کسی که میگه مرد بر سازشکار، بهش میگی که فریاد از گلوی صهیونیسم بیرون میآید، اونا رو هم صهیونیست میکنی؟ تو خود صهیونیستت اونا رو صهیونیست میکنی؟ اینا یادت نره ها، این ملت به بعثت رسیدن و خدا اونها رو هدایت کرد و دیدیم که چه اتفاقی افتاد. خب ما تو این شرایط جنگ رو شروع کرد. من میخوام بگم در این جنگ، باز من در قبل توضیح دادم، در اگر جنگی اتفاق میفته بالا از من سوال میکردن، چه خصوصی چه عمومی. من در اون بحث دوم اشاره کردم که اگر جنگی اتفاق بیفته ما در حوزه آفندین هم از جهت کمی هم از جهت کیفی و از مهمتر از این دو در حوزه طراحی ما حتما یک سر و گردن از گذشته قدرتمندتریم و امروز این رو دشمن ما باور نمیکرد، ولی امروز در میدان این رو دیدیم. امروز مردم ما از اون دوره آکارترن و شما می‌بینید که الان قریب به 50 شب این مردم هر روز در خیابانن. یعنی نیروهای مسلح ما، ظرفیت ما در حوزه فنی، شما نگاه کنید ما قریب به 170-80 اهباد رو زدیم. ما دوره قبل چنین قابلیتی در حوزه پدافند نداشتیم. نگاه کنید همه اتفاقات تو 7 ماه اتفاق افتاد. بله شما نگاه کنید. حالا من الان وقتش نیست، خواهم گفت که چه معجزه‌ای، انقلاب و چه درایت مقام معظم رهبری که یک جنگ نامتقارن و در حوزه پیشرفت‌های علمی به هر حال همه دیدند. خود دشمن اظهار نظر کرد به هر حال زدن F-35 یه اتفاق نیست. این یک زحماتی است در ابعاد مختلف، قابلیت‌های فنی، قابلیت‌های طراحی. من حالا اینجا نمیخوام بگم، شما نگاه کنید. حالا اونایی که بود بفهمن میفهمن که من چی میگم. اگر شما دیدید که اون موشکی که در نزدیکی هواپیما منفجر شد، حالا من بحث‌های فنی اینجا نخواهم گفت، منفجر شد، این خودشو فهمیدن که این قابلیت یعنی چی و به چه سمت کش میریم. پس واقعا من میخوام بگم از بین جنگ اولمون تا این جنگ دوم که 8-9 ماه فاصله اتفاق افتاد و این جنگ در حقیقت 2 مرتبه اومد، این طراحی این اتفاق افتاد و این قابلیت ها نشون داده شد. ولی من اینجا یه نکته میخوام بگم، اصلا اونجا بیم وارد بشم. این به معنی این نیست که ما در قدرت نظامی از آمریکا قوی تریم. خب اینجا 2 تا چاپاس معلوم آمریکایی‌ها پولشو از ما بیشتر، تجهیزاتشو از ما بیشتر، امکاناتشو از ما بیشتر. بس که اینا در دنیا جنایت کردن چون همیشه کارشون تهاجمه، تجربهشون از ما بیشتر. خب آقای قالیباف، شما یه مشت شامورتی بازی کردی، یه مشت خزعبل گفتی، مثل خزعبلاتی که ترامپ میگه نیروی دریایی رو از بین بردیم و 180 تا قایق منفجر کردیم و نیرو هوایی ندارن. شما 4 تا هواپیمای قراضه داشتی که در بهترین حالت میتونستی علیه آدم هایی که دفاعی ندارن از خود استفاده بکنی، میگه نیروی هوایی ندارن. شما یه مشت خزعبلات گفتی دیگه، گفتی که من در موضع آفندی آفند کردیم و حالا ناگهان شما 180 درجه تغییر مسیر دادی، گفتی هیچ غلطی نکردی. گفتی آمریکا زورش از شما زیادتره، پولش زیادتره، ارتشش بسیار قوی تره و عملا شما هیچ غلطی نکردی. شما فقط ناامن کردی کشورهای حوزه خلیج فارس رو.
و کاری که انجام دادی اینه که خودتم پذیرفتی که ظاهراً بازی رو باختی. تو چرا فتیله رو پایین میکشی آی قالیباف؟ ما تا حالا ندیدیم شما بچه پرروها فتیله پایین بکشید. داری کی رو نصیحت میکنی؟ اونایی که تو خیابون داشتی براشون چاخان میکردی، دروغ میگفتی؟ اونایی که اخدود خاموشی کشی رو براشون عادی کرده بودی؟ خب تو 10,000 نفر آدم کشتی، انداختی گردن آمریکا و اسرائیل. امام شهیدتان، فرمانده های شهیدتان، تقاص خون فرمانده های شهیدتان را باید بگیری. چه شد؟ حالا چه اتفاق افتاده؟ باید بترسید؟ خب باید واقع بین باشید. شما مگه روز اول از این غلط ها می کردید واقع بین نبودید؟ نمیدونستید آمریکا زورش زیاده، پولش زیاده؟ شما اینو نمیدونستید؟ شما وقتی اون ابتدا از این غلط ها می کردی، به سفارت آمریکا حمله می کردی، نمیدونستی آمریکا زورش زیاده، پولش زیاده، ارتش بزرگی داره؟ شما وقتی به صبحگاه آمریکایی ها در لبنان حمله می کردی، 290 خورده‌ای مرنز آمریکایی می کشتی، وقتی در زهران عربستان سعودی بمبگذاری می کردی، نمیدونستی ارتش آمریکا زورش زیاده؟ یا اینا همه شامورتی بازیه؟ بهش میرسیم. مثل این حرفی که الان داره میزنی، یه مش خزعبلات از اول گفتی این خیلی مهمه هواپیمای F-35 رو بزنی و ما 180 تا پهپاد زدیم و خب اینا شد دستاورد. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که آمریکا خیلی زورش زیاده. باید واقعی باشیم. درسته ما پهپاد ساقط کردیم، درسته گفتیم ما ارباب تنگه ها هستیم، ولی آمریکا زورش زیاده. این ارهای شیعه بازی و جمهوری اسلامی و اینا رو کنار بذاریم. اینا چیزه، خوراک داخلی برای حفظ قدرت داره. شما هم زیادی پرروبازی در نیارید. حالا ما یه چیزی گفتیم، بذارید با هم بچریم. آره آقای قالیباف؟ بعد مگه تو فکر میکنی اینایی که الان تو مخاطب قرار میدی همونایی هن که صرفاً در این 50 روز تو خیابون ها بودن؟ تو الان دغدغت اونهاست، میخوای اونا رو خفه کنی، با بقیه میخوای چه کار بکنی؟ با بقیه میخوای چه کار بکنی؟ یعنی این اتفاقاتی که پس از دیگری رو بقیه باید فراموش بکنن و حالا تو سر عقل اومدی، همونطوری که ترامپ بهت گفت خیلی منطقیان اینا. یا ترامپ اومد یه سری حرفا زد، شما بدتون میاد؟ شما بدتون میاد که ترامپ یه آدم وقیحیه، هرچه پس پرده میکنه میاد روی پرده میگه. ترامپ اولین مقام آمریکایی بود که گفت شما دست نشانده مایید. گفت این منم تعیین میکنم کی رهبر کی نیست. ترامپ اینا رو گفت. شما از این بدت میاد، خوشت نمیاد، میگی خیلی آدم دهن لقیه. رژیم صهیونیستی هم که نوکر و عملی اونها هست تو منطقه و برای منافعشون دیدی که اون جنگ قبل هم اشاره کردن که اگر در دولت از قبلی آمریکا که اگر اسرائیل هم نمی بود امروز باید یه اسرائیل در منطقه درست می‌کرد. یعنی در واقع ژاندارم اوناست در اینجا میخواد کار خودش انجام بده. خب اونم از قدرت بالایی برخورداره. یه وقتی من میبینم مردم عزیزمون میگن که ما اونا رو نابودشون کردیم، نه ما اونا رو نابودشون نکردیم. اینو بدونیم ما در این جنگ برنده میدانیم و ما تونستیم. ببینید اینجا این نکته مهمه که بدونید، حتما تجهیزات و امکانات و پول در جنگ و در پیروزی مؤثره، ولی همیشه اتفاق نمیفته. ما در یک جنگ نامتقارن با اینا به گونه جنگ کردیم که با طراحی خودمون، با آمادگی خودمون دشمن رو به گونه اونا اینو داشتن، ولی قدرت طراحی و نحوه استفاده از این رو درست عمل نکردن. اونجا من میگم اونها جهت راهبردی و استراتژیکی اشتباه تصمیم میگیرن. اینجاست مثلا شما نگاه کن در رابطه با ملت ما اشتباه میکنن. نه کاملا درسته. نه تو جنگ رو بردی نه آمریکا جنگ رو برده. شما جنگی نکردید،
شما یه مشت گرد و خاک کردید که نشون بدید کاری کردید. عملا ضربات بسیار سنگینی به کشورهای حوزه خلیج فارس، چه ارباب آمریکایی زده چه تو زدی تا پولا رو بالا بکشید. کشته ای نگرفتید، ضربه ای نزدید، ولی چرا پرروبازی در می آوردید؟ چرا پرروبازی در میارید؟ کدام میدان رو در دست داری؟ به چی میگی میدان؟ میدان چیه؟ دست بذاری رو یه دکمه، مثلا یه موشک بفرستی شما میگی میدان؟ چه کار کردی؟ کدام تقابل جدی رو صورت دادی؟ آمریکا کدام ضربه رو به تو زده؟ تو یه مشت ترور رو به عنوان برتری آمریکا داری میفروشی. تروره. هر کسی 100 میلیون دلار داشته باشه، 2-3 هزار نفر آدم و شبکه بسازه، هر کسی رو در این دنیا میتونه ترور کنه. هر کسی رو میتونه ترور کنه. ترور چیز مهمی نیست، نتیجه جنگ مهمه. شما الان نتیجه جنگ داره اعلام میکنی، داره میگی که آمریکا هیچ اتفاقی براش نیفتاده، ما ازش میترسیم، زور بسیار زیادی داره، پولم داره. ولی تو چرا از آمریکا الان باید بترسی؟ قبلا نمیترسیدی، رجز میخوندی، چون داشتی نمایش جنگ میدادی. برای چی داشتی نمایش جنگ میدادی؟ اینو بررسی میکنیم. پس الان تو گفتی که مردم پر رو نشید، ما نبردیم، زورش هم نداریم، پر رو بازی در نیارید. الان تو در طراحی نظامیشون هم اشتباه میکنن. اون بحثی که من هشتگی که میگفتم الان این دولت مدعی اول آمریکا، ولی در عملا شده اول اسرائیل، چون با اطلاعات غلط او، با طراحی او تصمیم میگیرن. پس این نکته رو میخوام بگم. چرا الان من بعضا از عزیزانمون میشنوم حتی اطلاعات غلط اسرائیل رو کی به اسرائیل میده؟ شما؟ کی داره جای دقیق لاریجانی رو، خطیب رو به اسرائیل میده؟ آقای قالیباف، چرا جای تو رو نمیدن؟ چرا جای اون فاسد اژه‌ای رو نمیدن؟ شما چرا زنده اید؟ مصطفی پور محمدی رو چرا نمیزنن؟ علوی رو چرا نمیزنن؟ چطور شما زنده اید؟ کی داره آدرس اینا رو به اینها میده؟ جاسوس های اسرائیل کیان؟ شما هم جاسوس اسرائیلی، هم جاسوس آمریکایی، هم ابرمرد ایرانید. شما رساله ملی خود من اینطوری میگن که ما در واقع همه قدرت نظامی اونا رو نابود کردیم. راستی آقای قالیباف، این محاسنت هم خوبه، گذاشتی رشد بکنه، جدیده، نمایش جدیده، میخوای نشون بدی آمریکایی نیستی، این ریشا رو گذاشتی که بیشتر بشه. خوبه تغییرات ظاهری و حرفای جدید و بریم بقیه‌اش هم نابود کنیم، مذاکره نکنیم. من اینجا میخوام بگم به این موضوع توجه کنیم. ما حتما برتری میدان به دست ماست. به همین خاطر هم هست که ترامپ درخواست آتش بس داره. این رو باید بهش توجه کنیم. در این بخش نگاه کنید، یادتون باشه ما حتما برتری میدان رو داریم. میگه خفه شید، چی رو بزنیم نابود کنیم؟ ما نمیتونیم آمریکا رو نابود کنیم، ما نمیتونیم آمریکا رو از منطقه بیرون کنیم. آمریکا ارباب ماست. چه دارید حرف مفت میزنی؟ حالا ما یه چیزی گفتیم شما باور کردید. اینا رو یادتون باشه. بعد میگه که آمریکا تقاضای آتش بس کرد. اینم یادتون باشه، چون بعداً در امتداد سخنانش میگه که به آمریکا گفتیم ترامپ یه جوری توییت بزنه که گویا او آتش بس میخواد. چرا ما میگیم موفقیم؟ شما نگاه کنید اهداف دشمن چه بوده؟ به حال دشمن اگر به اهدافش نرسه شکست خورده. اون شما که تهاجم نکرد، اون تهاجم کرده. یه هدفی داشته. اون می‌خواسته ایران رو تسلیم کنه. حرف از 2 روز 3 روز زد. امروز چند روزه؟ مثلا 40 روز ما جنگیدیم، حالا 10 روز هم هست آتش بس، 12 روز ولی در 40 روز مجبور شده که بگه آتش بس میدیم.
پس نتونست ما رو تسلیم کنه. اون دنبال بوده که رژیم رو تغییر بده، نتونسته تغییر بده. اون فکر نه خب ببینید، اولا اینی که اون مطرح کرده، خب حالا همون هایی که اون مطرح کرده همونو بررسی کنیم، تسلیم کنیم. شما تسلیم شدی، شما داری میگی که ما از پسش بر نمیاییم، کاری هم نکردیم، پر رو هم نشید، آمریکاست، پولش زیاده، زورش زیاده. این تسلیم بود، تسلیم شدنه. تو تسلیم شدی. ترامپ به صراحت داره اینو حقنه میکنه به دنیا که رژیم تغییر کرده. راست میگه، تو تغییر کردی، تو حتی در محاسن تغییر کردی. قالیباف نمیدونی چطوری جمعش بکنید داستان رو. چرا نمیتونید جمعش بکنید؟ من توضیح میدم. ایران ونزوئلاست، این ونزوئلا عمل میکنه، 4 روز پس میاد میگه خب این هفته ایران ما گرفتیم، هر کی نفت میخواد بیاد از خلیج فارس نفت ببره. خب این یه هدفش بوده، این هدف سوم. اون گفته خب چرا این ونزوئلا شد که آقای قالیباف؟ چرا مثلا در ونزوئلا مادرو رو گرفتن، با بقیه هم بستن ظاهرا؟ خب با شما هم همین کار رو کردن دیگه. ظاهرا علی خامنه ای رو، یه عده سردار سپاه رو، یه عده چهره های کشوری اطلاعاتی رو کشتن. شما هم که داری باش میبندی که این دولت ونزوئلا. چرا فکر میکنی که این ونزوئلا نشد؟ اونجا کشور کوچکتر بود، نزدیک بود به آمریکا، یه مشت رشوه داد، یه کاری کرد. اینجا هم همین کارو کرده. به خاطر اینکه شما یه مشت چاخان و دروغ و اینها گفتی، یه مشت سپاهی فاسد کنار هم دیگه بودید، بازی رو دارید یه جورای دیگه پیش میبرید با اون رهبر غیبیتون. اون الان اتفاق ونزوئلایی نیست. خب حالا ما همین رو بعداً بررسی میکنیم. در این تناقض‌گویی ها، حرفای بی خودی که داری میزنی، فکر میکنی با این مغلق‌گویی ها و با این کاری که میکنی اینا شما رو رجاله سیاسی کرده. سیاست در نزد شما ها همینه، این مش دروغ و خزعبل گفتن و تظاهر به یک سری چیز کردن و بعد پشت سر هم همش تناقض سازی. آقای قالیباف، من حتما در روز اول میگفت من با بمبارونی که انجام میدم توان موشکی ایران از بین میبرم. هر چه زمان گذشت، نواخت تیر ما، دقت تیر ما، اتفاقی نیفتاد. هر چقدر بمبارون میکرد نتونست توان آفندی ما رو از بین ببره. و اینو ما قبلا گفته بودیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حتی کدوم توان آفندی شما آقای قالیباف؟ کدام توان آفندی؟ کجا رو داشتی میزدی؟ یه مشت پهباد و قرازه میفرستادی سراغ فلانجا و بیسانجایی در عربستان و سعودی. شما حتی نتونستی من مردم اسرائیل رو بترسونی. مردم اسرائیل یقه کردن بنیامین نتانیاهو رو که کارو تموم نکردی. چه دروغ میگی؟ شما ابتدا داری میگی هیچ غلطی نکردی، بعد حالا داری قهرمانی های نکرده رو یه جورایی در این همه پارادوکس و تناقض میخوای چه چیزی رو جا بندازی؟ یکی به نعل، یکی به میخ، یکی به نعل، یکی به میخ. ما آسیب پذیر بودیم در لانچرها. این دفعه شما دیدید ما اصلا در این بخش قدرت آتیش ما، تنوع آتیشمون پیدا شد. در اصفهان افتضاحی بدتر از افتضاح طبس براش روبرو شد. اون تصمیم داشت از مرزهای غربی و مرزهای شرقی ما ضد انقلاب و پشتیبانی و دیده گفت من اسلحه دادم یه تعداد از اینا حمله کنن و ما رو در اونجا درگیر کنن. هر تلاشی کرد. اون میخواست از مرزهای غربی حمله بکنه و شرقی نکرد. خودش گفت. خب مثلا میومد چه کار میکرد؟ میومد استان کردستان رو میگرفت. خب چه اتفاقی میافتاد؟ با کی این کارو میکرد؟ با نیروهای کردی که از شما فرمان میگیرن، شما با هم همکارید، با آمریکا هم همکارید، همگی با هم همکارید. شما دیدید از قبل اگر هر کسی بخواد شماها رو به چالش بکشه و امکانات رو در دست داشته باشه، فاسدهایی مثل شما رو به راحتی میتونه به چالش بکشه.
شما یه مشت فاسد دروغگویید، یه طبل پرصدای دروغگو که هر وقتی هم که میخواید حالا گندی رو که زدید جمعش بکنید به راحتی فتیله رو پایین میکشید. دیدید از غرب میخواستن حمله بکنن، کسی که میخواست حمله بکنه سر صدا نمیکرد، حمله میکرد و میکرد این کارو. از روز اول مشخص بود نمایش هایی که دارن میدن قصد حمله ای نیست، طرف داره نمایش حمله انجام میده. معلومه یه سری پولم رد و بدل میکنید به خاطر اینکه بازی رو جدی نشون بدید، حقیقی نشون بدید. اینم جزء برنامه کار، مثل پول تو موشک چه میدونم تاماهاک، چیز مهمی نیست که. اینایی که شما دارید هی ردیف میکنید هیچ کدام از اینها صحت ندارد. کسی اینجا قصد نداشته شما رو نابود کنه. کسی قصد میداشت شما رو نابود کنه. 24 ساعت اول تمام امکانات شهری رو میزد، گازو میزد، برقو میزد، پلها و جاده ها رو میزد. پنیکی که ایجاد میکرد، احساس تشنگی، احساس مرگ در اثر تشنگی، بیبرقی در شهرها، این پنیکی رو که ایجاد میکرد 24 ساعت طول نمیکشید، جرتون میدادن بعد از خاموشی کشی. چرا آمریکا نخواست این رو با شما بکنه؟ چرا نخواست این کار رو باتون بکنه؟ چرا آمریکا خیلی خوش حیثیته، خیلی خوشنام آقای قالیباف. آمریکا ویتنام رو انجام داد، عراق رو انجام داد. آمریکا 1,200,000 نفر عراقی رو کشت، براش مهم نبود. آمریکا دوربین های جهان رو بس فلوجه رو با خاک یکسان کرد. آقای قالیباف، آمریکا در حمله 24 ساعت اول به عراق تمام نیروگاه های برق عراق رو زد. تا همین حالا در این دولت فاسد عراق، در این فساد کده عراق برقی وجود نداره. آقای قالیباف، چرا شما رو نزد؟ اگر آمریکا دشمن شما بود و نمیخواست نیروی نظامی بیاره، شماها رو فلج میکرد، بوروکراسیتون رو نابود میکرد. خرجش هم این همه هواپیما و بمب الکی و زدن شرکت های ابربدهکار نبود. آقای قالیباف، راستی چرا اسرائیل هر شرکتی رو زده ابربدهکاره؟ بعد میگفت اینا ربط دارن به سیستم موشکی ایران. پتروشیمی هاتون جزء لیست ابربدهکاران بانک مرکزی 1404. راه آهن تهران، راه آهن مشهد جزء ابربدهکاران بانک های ایرانه که در لیست بانک مرکزی ابربدهکاران 1404 وجود داره. راستی چرا اسرائیل هر آدرسی رو که بهش دادید زده؟ قرض بدهکاران رو صاف کرده، بدهی رو صفر کرده. بدهی شما دزدا. مثلا یک کیس شما هولدینگ یاس بود دیگه، یادته؟ اینا رو زده براتون صاف کرده. موفق نشد. اون به دنبال آشوبای داخلی بود، هم قبل جنگ هم بعد جنگ. اینو ما دیدیم. خب نتونست این کار رو او به دنبال آشوب‌های داخلی بود. باور کن آقای قالیباف، هر کسی به دنبال یه آشوب داخلی باشه، من سرم درد میکنه که آشوب داخلی درست بکنم، تو رو از بیخ و بنیاد بکنم. او دنبال کسی که نمیگرده که معمار آشوب باشه، وگرنه اینجا معماران آشوب بسیار زیاد موجودند. چرا داری دروغ میگی؟ او به دنبال ایجاد آشوب‌های داخلی بود. شما خیلی شکننده تر از این حرفایی که داری میزنی. باور کن با 100 میلیون دلار، با 5,000 نفر نیروی مسلح، فاتحه همه شماها خوانده است. آقای قالیباف، شما چرا فکر میکنی که هیچ کسی به شماها نمیتونه آسیب بزنه چون پشتک زیاد میزنید؟ شما همین حالا اعلام کردی که هیچ پخی نیستی. چرا فکر میکنی نمایش قارقارک پهباد کسی رو میترسونه؟ قار 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 پهباد.
اسلحه جدیده، مثلا میخوای کیو بترسونی باش؟ شما با یک نیروی منسجم جنگنده که جنگ جبهه‌ای نمیکنه بلکه آزادسازی میکنه، کانونهای تو رو در هم میکوبه، آزادسازی میکنه به کمک مردم، چه گویی میتونی بخوری در مقابل شاه قالیباف؟ تا همین حالا داری اون آدمایی که تو میدانن پرچم ایران دست میگرفتن هیدر میکردن رو همین حالا داری مسخره میکنی، داری بهشون میگی بشم کارتو انجام دادی، گورتو گم کن برو به کارت. تو داری همین کارو میکنی. حقیقت انجام بده. اون تصمیم گرفت که حمله زمینی انجام بده، نتونست. اومد که در رابطه با تنگه هرمز و گشایش تنگه هرمز به این معنی که اونجا رو تصرف کنه، باز کنه، از دنیا دعوت کرد کسی بهش جواب نداد، ناتو رو دعوت کرد کسی بهش جواب نداد، خودش اومد این کارو انجام بده کسی بهش. خب که روشن ما در این صحنه پیروزی خودمونم اعتراف کنم، خود دشمنم اعتراف کنه، دوستای من افکار عمومی دنیا میذارن. ولی نگاه کنید نه ببینید آقای قالیباف، اونی که اعتراف میکنه معلومه با تو همداستانه، وگرنه کافیه فرماندهی سنتکامو 24 ساعت به من بدن تا من شما رو لخت و اور بکنم. اون فرمانو بدن دست من تا من این کار رو بکنم. اینا که همش ادا اصول بود که تو گفتی. یه مشت آدم از اینجا رانده از آنجا مانده، یه مشت آدم شوت پرت خارجی که اصلا نمیفهمه داره چه میگه، وانگهی رقابت‌های درونی میکنن برای کارهای سیاسی خودشون. مثل شما کسی اینجا نیومده واقعا با قطعیت تو رو از بین ببره. کسی تصمیم میگیره تو رو از بین ببره، تو مال این حرفا نیستی که از بین رفته نشوی. یان چرامونو میزنن و موشک میندازیم و شما رو میشه جمع کرد به راحتی. خیلی متفاوته با اینکه بگیم ما ارتش اونا رو منهدم کردیم. ما پیروزی بدون شک. لذا شما چطوری پیروزی بدون شک؟ اولا میگی که دوچار اشتباه نشی، ما ارتش اونا رو منهدم نکردیم. ما کسی گفته شما ارتش اونا رو منهدم کردی؟ شما قرار بود اونا رو از خاورمیانه اخراج کنی. شما قرار بود کاری بکنی کشورهای خاورمیانه اجازه ندن اونا پادگان داشته باشن. شما قرار بود این تعداد کم سربازان آمریکایی رو از منطقه فراری بدی. چرا حرف مفت میزنی؟ خب از منطقه فراری بده دیگه. چرا داستان رو برعکس میکنی؟ ما ارتش آمریکا رو نابود میکنیم. این حرفو کی زده؟ امروز واقعا وضعیتی که وجود داره، ما امروز یک میدان داریم، یک خیابان داریم و یک دیپلماسی که البته من میگم دیپلماسی اقتدار. هیچ تفکیکی به نظر من نباید، اصلا اینا سه تا نیستن، اشتباه نکن. من به عنوان یک خدمتگزار ای ناقلا، حالا اومدی سر اون بدبختای پاپتی که بردی تو خیابون بهشون وعده عدالت اجتماعی دادی و مام میهن و شیعه بازی، حالا داری سر اونا رو گول میمالی، میگی که دهنتون رو سرویس میکنیم برگردید خونه. کارمون تموم شد با شماها، ادا اطوارها تموم شد، ما این ستا یکی هستیم، میدان و خیابان و دیپلماسی اقتدار. دیپلماسی اقتدار؟ کسی که شما که هیچی در چنته نداری آقای قالیباف. تو نه برد داری، نه قدرت داری، نه کارت داری. تو هیچ کارتی برای مذاکره نداری. بعد چطوری دیپلماسی اقتدار میکنی؟ گفته های خودت همینو داره میگه. شما توان نابودی ارتش آمریکا رو نداری، نمیتونی آمریکا رو از منطقه اخراج کنی. آمریکا پول داره، زور داره، قدرت داره، سرباز داره، همچی داره. شما میشه بگید در این مذاکره اقتدار چه چیزی داری که میری رو میز مذاکره میشینی؟ چه چیزی داری؟ حداقل شناختی نسبت به این موضوعات دارم. امروز خیابان، میدان و دیپلماسی با هم.
ما امروز در حوزه قدرت نه دروغ نگو. خیابان با شما نیست. شما اتفاقا به خاطر خیابان آمدی تو تلویزیون. شما الان دارید اونایی که تو خیابون بردی این 50 شب در این سرما عین ملیجک اینا رو تکون دادی، هیدر کردی، شما همین حالا داری اونا رو سرکوب میکنی. با اون مداهای فاسدت داری فاسدشون میکنی. همه سرخورده شدن، دارن کتک میخورن. الان نیروهای امنیتی تک تک جیبای اینا رو میگرده و بهش میگه خفه شو. شما تبدیل به حلقوم اسرائیل شدی، آمریکا شدی. اسرائیلی و آمریکایی کیه؟ خودتی. رفقاتن، طبقه حاکمه رانتخارن، صاحبان میلیاردها میلیارد دلارن. شمایی که بر شریان این سرزمین چنبره زدی، شبکه ساختی، یه مشت آدم پاپتی بدبختم بردی تو اون خیابون و حالا کارت تموم شده، داری سر اینا رو گول میوالی. نظامی و کار نظامی با این 8 عواملی که من گفتم ما موفقیت میگیریم. ما گاهی نیازمند این هستیم که اینجاها مانور کنیم، به درستی حرکت کنیم. یعنی چطوری بدونیم یک جایی الان در حوزه نظامی به یک نقطه حد اکثری هستیم. امروز حتما خیابان باعث این شده که ما در میدان با قدرت بیستیم. همین راه مسلح، همین ها. امروز بخشی از خواسته های ما که هم دشمن نتونه خواستش ما تحمیل کنه، هم ما بتونیم حقوق ملت به این معنا که ما در حوزه نظامی این رو به دست آوردیم، ولی از جهت حقوقی و از جهت سیاسی این رو برای امروز و در آینده باید تثبیتش کنیم، ثبتش کنیم. کی رو باید تثبیت و ثبتش بکنی؟ کی رو از لحاظ نظامی به دست آوردی؟ حاکمیت بر ایران رو تثبیت میخوای بکنی؟ چه چیزی رو میخوای ثبت بکنی؟ اینی که پهپاد شاهد فرستادی به عربستان سعودی؟ چه چیزی رو باید تثبیت بکنی از لحاظ حقوقی؟ چیزی که به دست نیاوردی. خودت هم گفتی یه موشک نزدیک یه F-35 منفجر شده و 2 هواپیمای 330 در یک فرودگاه متروکه در اصفهان از بین رفته و خودشون از بین بردن. و چه چیزی رو میخوای تثبیت حقوقی بکنی؟ چیزی به دست آوردی که میخوای تثبیت حقوقی بکنی؟ تنگه هرمز رو به دست آوردی؟ باریکالله. تو هیچ حق حقوقی به تنگه هرمز نداشتی. چه کار میکن؟ پول ازش در میاری؟ عوارضی میذارید با آمریکا؟ چقدر در میارید ازش؟ اینو میخوای تثبیت بکنی؟ با آمریکا یا با بریتانیا؟ با فرانسه؟ با کی؟ با کی میخوای باجگیری از تنگه هرمز رو حقوقی و قانونی بکنی؟ تو که نمیگی. ظاهرا تنها چیزی رو که باید داشته باشی اینه که بعد در امتداد حرفات میگی همینم نداری. اینجا جایی است که باید دیپلماسی اقتدار به میدان بیاد. این کار اونه. پرچم این باید دیپلماسی اقتدار به میدان بیاد. بیا چه گویی بخوره؟ کاری نکردید که. آمریکا که عقب ننشسته، آمریکا که شکست نخورده، آمریکا بزرگ ارتش دنیاست، اسرائیل که تکون نخورده، اسرائیل که خیلی قویه. خودت بهش میگی اسرائیل. یه بار دهنت در رفت گفتی رژیم صهیونیستی، بعدش که شد اسرائیل. وانگهی مردم اسرائیل که وا دادن. مردم اسرائیل تازه اپوزیسیون آقای بنیامین نتانیاهو ناراضی اند از بنیامین نتانیاهو. بعد تو چه چیزی رو میخوای نقد کنی؟ حالا باید دیپلماسی اقتدار. دیپلماسی اقتدار دیگه کدوم ترکیبه؟ اینا کجا ساختی؟ اتوریتی دیپلماسی؟ اینا کجا آوردی؟ همون هوش مصنوعی است که جیدی ونس گفت یه سری پیشنهاد فرستادید با هوش مصنوعی انداختیم تو سطل آشغال. میرید ترکیب میسازید با هوش مصنوعی.
تو دستاوردی نداری. اونی که بر گرده ایران سوار شدی این دستاورده؟ باید به دست بگیره. البته من ایران بگم حتما اونها بودند که دنبال آتش بس بودن. ما هم امروز اگر آتش بس رو به طور موقت قبول کردیم برای اینه که اونها خواسته های ما رو بهش تن در بدن. طبیعتا اگر یه خواسته ها تن در ندن، دشمن همه تلاشش بر این بود که خواسته های خودش رو بر ما تحمیل کنه. این که ما حقوقمون رو ثبت کنیم و بمونیم تو عرصه است. پس اینجاست که مذاکره یک روش مبارزه است. این روش مذاکره یک روش مبارزه است؟ چرا اسمشو میذاری مبارزه؟ خب مذاکره میکنی دیگه، دعوا میکنی مذاکره میکنی، دعوا میکنی مذاکره. چه کجاش روش مبارزه است؟ مبارزه با کی میکنی؟ چرا تمام کلمات رو به فساد میکشی؟ با شما همه چیز رو به فساد کشیدی. مثلا میری در مذاکره میشینی مبارزه میکنی، چه کار میکنی؟ گارد میگیری، چه میدونم هوک چپ هوک راست میزنی، چه کار میکنی؟ تو که هیچ کارتی نداری، هیچ قدرتی نداری، هیچ نداری. یعنی اینا مکمل هم. من اولین خواهشی که از مردم عزیزمون دارم اینه که این سه میدان رو که در حقیقت یک میدان هستن. نه، وقتی جیک جیک مسونت بود فکر زمسونت بود. آی قالیباف، آی قالیباف بیجا کردی. وقتی مسلمان نبودی گفتی مسلمانم. بیجا کردی وقتی ایدئولوژی نداشتی گفتی ایدئولوژی هستیم. بیجا کردی، غلط کردی وقتی دست نشانده دیگرانی اعلام کردی دولت ملی هستیم. بیجا کردی، غلط کردی، یه عده آدم رو آوردی تو خیابون تکون دادی، گفتی مراقب مملکت باش، مام میهن مورد تجاوز داره واقع میشه. حالا میگی که مام میهن خوشش میومد بذارید وصلت بدین. خب تو این حرفا رو نمیزدی، چرا این حرفا رو زدی؟ حالا میخوای فتیله این قوم مبعوث شده‌ای که تو میگی مبعوث شده رو چطوری پایین بکشی؟ اینا رو خدا مبعوث کرده. یادته؟ خودت ابتدا این حرفا گفتی این مردم رو خدا مبعوث کرده. بعد تو داری برای قومی که خدا مبعوث کرده رجز میخونی، نصیحت میکنی تو تلویزیون. شما در حد همین نیستی. بذار خدا خودش وقتی اینها رو به بعثت رسونده بهشون میگه که کی کارشون تمام میشه، مأموریتشون تموم میشه. تو چرا داری دخالت میکنی در کار خدا؟ یا اون حرفای مزخرف رو ابتدای حرفات نمیزدی و نمیگفتی ملت مبعوث میشه خدا دفاع میکنه؟ نه حالا بیا گول بمالی سر این ملت، بهشون بگی جمعش کنید برید تو خونه، وگه نمیدی مداها و امنیتی ها بگیرن پوستتون رو بکنن. اینها این پرچم پیروزی رو و این حقوق ملت باید هدف اصلی ما باشه که این رو تثبیتش کنیم. مطمئن باشید که ما در این میدان به هیچ عنوان این پرچم ملت و این پیروزی رو تثبیت کنیم. کدام پیروزی آقای محمد باقر قالیباف؟ کدام پیروزی؟ شما یه مشت لاتایلات گفتی، یه مشت خزعبلات گفتی، بعد به این میگی پیروزی؟ بعد که گفتی شکست خوردیم و آمریکا زورش زیاده و به قبول کنید بذارید بریم مذاکره کنیم تمومش کنیم بره به کارش. ولی این اسمش مذاکرات اقتداره. ما مقتدرانه سپوخته میشویم. ما مقتدرانه جاکش آمریکایی. خب همین روز اول میگفتی، شما روز اول میگفتی که جاکش آمریکایی مردم هم دوست داشت. هیچ گونه وادادگی هرگز نخواهد بود. در این چارچوب حتما دنبال خواهیم رفت و ملت ایران به نظر بنده اینه که اون مفهوم اراده ملی رو و عزم ملی رو عینیت بخشیدن و این رو حتی برای سراسر جهان به نمایش گذاشتن. این رو به معنای واقعی خودش احیاش کردن. این ظرفیت هست و طبیعتا این پیروزی انشالله به دست ما خواهد اومد. توضیح که شما فرمودید نشون داد که ما در میدان نظامی
برتری قرار داد. به اشاره هم کردید که این پرچم میدان باید بره به دست پرچم میدان دیپلماسی قرار داد. بیشتر توضیح میدید که چجوری شد که شما احساس کردید الان وقتی انتقال پرچم هست فرآیندش رو به کسی کامل برام توضیح ندید. این روشن‌تر بفرمایید که چه شرایطی آیا از موضوع ضعف رفتیم یا به مسئله فرآیندی طی شد که این دیپلماسی رو نامه خودش رو ببره. نگاه کنید، اگر من این رو بخوام توضیح بدم مردم ما کامل چون اینها رو می‌دیدن. اولا شما نگاه کنید، ما تا وقتی که در حوزه میدان و در حقیقت در حوزه نظامی کارمون رو دنبال کردیم، محکم این کار رو دنبال می‌کردیم. امروز هم محکم، یعنی ما امروز هر لحظه در لحظه اگر دشمن خطایی بکنه و اقدامی انجام بده چون ما به دشمن هیچ اعتمادی نداریم، همین الان که ما اینجا نشستیم ممکنه تو همین لحظه هم دو مرتبه جنگ رو شروع بکنه. ما در حوزه میدان این آمادگی نیروی مسلح این گونه است. این نیست که وقتی ما داریم مذاکره میکنیم دیگه بخش میدان، نه، به همین میزان که مردم اون در خیابانن اونها هم آماده اقداماتشون تو این زمینه هستن و این رو باید بهش کاملا توجه کنیم. خب وقتی که دشمن نتونست خواسته هاش رو ما تحمیل بکنه از قدرت نظامی و از طریق نظامی دنبال این رفت که با پیغام پسخان، چون با التیماتوم هم که چطوری نتونست خواسته هاشو به تحمیل بکنه؟ به قول خودت ذات امامتو شهید کرده، ترور کرده، همتون رفتید تو سوراخ موش به جز تو و رفقات. بعد بهت هم گفته آتش بس کن، تو هم گفتی آتش بس کنی. اینا تحمیل خواسته نیست، پس چیه آقای قالیباف؟ چه چیزی رو باید به تحمیل میکرد که تو قبول نکردی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. نه، ما محکم در میدان ایستادیم، الان هم ایستادیم. باز من اینجا تاکید میکنم همین امروز هم ما محکم‌تر از اون روزی که در آتش بس نبودیم. یعنی التماسی که الان تو تلویزیون میکنی با این همه دروغی که داری میگی، دلیل اینه که محکم وایسادی؟ تو اومدی دریوزگی خودت و طبقه حاکمه ایرانیت رو برای آمریکا توجیه بکنی تو تلویزیون، محکم ایستادی؟ امروز هم اتفاقی بیفته محکم‌تر در اینجا هستیم، هیچ تردید در نیست. دشمن شروع کرد به پیغام پس. امروز اتفاقی بیفته محکمتر ایستادیم؟ یعنی چه اتفاقی بیفته؟ شما داری ادعا میکنی تو جنگی که آمریکا اومده فتنه داخلی برپا بکنه و پدرتو رو در بیاره و امامتو زده شهید کرده و یه مشت پاسدار فاسد و یه مشت فاسدتر از خودتو کشته و چطوری محکمتر ایستادی؟ تو هم 80 نفر رو با خودت برداشتی از 30 تا مسیر رو چه میدونم جاهای مختلف خودت رسوندی به پاکستان و میگی محکم ایستادیم. من نمیفهمیم محکم ایستادن یعنی چی. مثلا اگه محکم وای نستی چه کار میکنی؟ سام دادن من وقت نگیرم. مصطلح درست هم هست بیرون از این گفته میشه دشمن یک مجموعه های 15 بندی رو از طریق کشورهای مختلف، نمیخوام اسم ببرم، 2 کانال به ایران منتقل میکرد که مذاکره کنیم این موضوعات اینطوری دنبال کنیم تا اینکه این بحث تقریبا یعنی تحقیقا به صورت نه قالیباف، ترامپ میگفت که من رهبر رو مشخص میکنم، با یه آدمی هم حرف میزنم منطقیه، چشاشم رنگیه. بعد تو این روزنامه ها نوشتن تویی، بعدم مشخص شد که تویی. این مال این دوران نیست ها، این مال قبل از اینه که علی خامنه‌ای رو بکشید، قبل از اینه که رفقاتون رو به اسم سرداران سپاه بکشید. تو هم به تنهایی نیستید، شما یه مجموعه اید که بعد از اینکه خامنه‌ای حالا باید قربانی میشد تصمیم گرفتید که خامنه‌ای هم بندازید توش. حالا ارباب آمریکایی نقشش رو بهش دادید تا براتون اجرا بکنه. آقای قالیباف 15 تا بند و فرستاد و هی پیغام میداد و پیغامو چطوری میداد؟ تلفنی میداد؟ به تو میداد؟ به کی میداد؟ به مجتبیاتون؟ به خبرگان رهبری؟ به تو؟ به کی میداد این پیغام رو؟ به پزشکیان؟ رسمی این موضوع از طریق پاکستان
یک 15 بندی که آمریکایی‌ها داده بودن، به هر حال نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش اونجا آقای عاصم منیر این رو منتقل کرد به ایران. آمریکایی‌ها خلاصه اینطوری دارن یک بحث اونجا دارن. خب این موضوع به طور دقیق در شورای عالی امنیت ملی و در جلساتی که بود مورد بررسی قرار گرفت. این بحث وقتی مورد بررسی قرار گرفت، اینه که من میگم اگر بخوام حدوداً بگم شاید روز مثلا 36 و 7 از جنگ بود، یعنی 36 7 روز. من خواهش می‌کنم این زمانا دقت کنن که بعضیا میگن اصلا یعنی اون هر چه اولتیماتوم داد هیچی، اصلا اون فقط این پیغام میداد، ما کارمون انجام میدادیم، در میدان ایستاده بودیم جوابشو میدادیم، حتی اگر تو میشه بود 48 ساعت دیگه زیر ساختار میزنیم. گفت خب ما که میگیم این کار غلطی انجام میدی، ولی اگه زیر ساختار بزنی ما زیر ساختار میزنیم. گفت ما برای شما جهنم درست میکنیم. گفتم میگه جهنم تو درست میکنی، این جهنم اول برای خانواده آمریکایی است، برای بقیه دنیاست، ولی ممکنه به ما هم آسیب برسه. ما میگیم به ما آسیب نمیرسه، ولی قبل از اینکه ما به آسیب برسه به شما آسیب میرسه، ما هم پاسخ میدیم. همه اینها او رو در حقیقت پاسخهای کوبنده‌ای بود. واقعا ترسید، آمریکا ترسید. آمریکا اگه میخواست شما رو نابود کنه 24 ساعت اول نابود میکرد. او گفت جهنم درست میکنی. ما گفتیم میتونی جهنم درست کنی، ولی ما هم جهنم درست میکنیم. ما نمیگیم آسیب نمیبینیم، ولی شما هم آسیب میبینی. کی آسیب میبینه دقیقا؟ و اینا آمریکا ترسید از این حرفایی که تو زدی. منفعلش کرد، نتونست اون تصمیم رو بگیره و بعد پیغامایی هم میداد. آره دیگه، دیدید که این حرفایی که اینا زد منفعلش کرد، دیگه نتونست تصمیم بگیره. این پیغامایی هم داده شد. اینو من ما دقت بکنیم واقعا، یعنی وقتی زیر ساخته اینجا زده میشه، چه زیر ساخته ما زده میشه، چه زیر ساخته جاهایی که آمریکایی‌ها در کشورهای منطقه مستقرن، به هم وقتی ما میزنیم کشورهای منطقه آسیب میبینن. اگر بنا هست چاهای نفت ما زده بشه، دیگه نفتی نباید اجریه. وقتی بنا هست اون ما رو بزنه ما استفاده نکنیم، خب چرا بود آمریکایی‌ها استفاده کنن؟ چرا بعد باید بگه من اینجا رو ونزوئلا میکنم؟ دراستی چرا باید این کارو بکنه؟ بعد تو میتونی بزنی، خب بزن. بزن آقای قالیباف. این حرفا رو به این حرفای بچگونه رو برای کی داری مطرح میکنی؟ اینجا تیل بازی وسط کوچه هست. شما سیاست جهانی رو اینطوری دارید پیش میبرید. اون وقت همه رو میبرم، خب طبیعی است دیگه. خب اینها باعث شد اون تحقیقاتش هم اثر شد. ما اصلا در این موقع هیچ حرفی از مذاکره نبود. اون پیشنهاد 15 بندی رو میداد. این 15 بندی ها دیگه از طریق پاکستان به صورت رسمی دیگه، یعنی نخست وزیر پاکستان فرمانده ارتش اونجا این رو برای ما ارسال کرد که به هر حال حرفشون اینه. اینجا در حقیقت در شورای عالی امنیت ملی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت. طبیعتا همه اینها به رهبری معظم منتقل شد، به لحظه اینا منعکس میشد، تصمیم گیری میشد. اینجا جنبندی بر این شد که 10 بند مشخص شد که مورد نظر ما بود که خواسته های ما و اون اهداف و حقوق ملت تو این 10 بند موجود شد. ما این رو در حقیقت نه به آمریکایی‌ها، ما این رو به پاکستان در حقیقت گفتیم که حرف ما ایناست. اون 15 بند ما قبول نداریم، حرف ما این 10 بند. اگر آمریکایی‌ها این 10 بند حرفی دارن، بحثی دارن، این قابل مذاکره است. هنوز ما با آمریکایی‌ها حرف نزدیم. اونها اون رو با آمریکایی‌ها که میانجی بودن صحبت کردن، گفتن که آمریکایی‌ها کلیت این مسئله، البته آمریکایی‌ها بعد یه پیشنهاد 9 ماده‌ای دادن، ما نهایتاً بر همون 10 ماده خودمون اصرار کردیم، گفتیم این نظر ما اینه، اگر می‌خوایم باشه تو این چارچوب باشه. خب اونها دیگه بعد این رو پذیرفتن که سر این صحبت بشه و گفتن که به خاطر که این رو بخوایم شروع کنیم یک آتش بس موقتی بدیم که یکی از بندهای مهم اونجا بود. من نمی‌خوام وارد محتوای اون بشم. اونها با این موافقت کردن. همین الان که اینا اصرار می‌کنن میگن آقا 3-4 روز دیگه مونده که بیاید کنیم، تو بعضی جاها نظرات ما تامین نشده، ما قبول نکردیم به طور روشن. منتها همون موقع هم به پاکستان که میانجی بود گفتیم شما این کار کردید، ما نظرمون داریم، باید اگر آمریکا دنبال این کار هست باید توییت آقای ترامپ اعلام به این موضوع بکنه که درخواست آتش بس داره، به خاطر که اونا بدون از طرف اوناست. به خاطر اینکه ما بگیم از طرف اوناست. تو قبلتر میگی دروغ و کم حافظه است. تو قبلتر گفتی روز 36م 37م ما این چیزها رو فهمیدیم، پیغام ها رو دریافت کردیم. شما روز 39م کلا رفتی تو آتش بس. 2 روز وقت داشتی، 2 روز. شما در این 2 روز به قول خود چنان سرعت رو بالا بردی و گفتی بگید به آمریکا تقاضای آتش بس بکنه.
ما اون تهدید کرد، ما اون تهدید کردیم، اون هی پیغام میفرستاد، ما قبول کردیم، گفتن 10 تا ماده شما قبوله، سک آتش بس، حالا بریم اینا رو حلش کنیم. خب آقای خوشرو، ما پای میدان جنگ، این که میگم دیپلماسی اقتدار، یعنی اینکه اون به این احتیاج داره تو مقطع، ما هم پیروز میدانیم. واقعا اون به این احتیاج داره. بعد تو 2 روزه همه رو رفتی شورای امنیت ملی و رفتی سراغ این رهبر غیبی و تاییدیه از رهبر غیبی گرفتی و با پاکستان زد و بند کردی و 2 روزه همین کارا رو انجام دادی. شما خودت گفتی 36م 37مین روز 39مین روز شما آتش بس کردی، تموم شد. بعد خب چرا انقدر هول، چرا انقدر به سرعت؟ بعد میگی که اون کم آورده بود. توضیح دادم هیچ کدوم از اون نقطه اهدافی که دنبال میکردن گرفته بود، با همه جا مانون شده و در تنگه هم مستقر بود. ما اونجا به یک بحثایی هم و در تنگه هم مستقر بودیم. یعنی الان در تنگه مستقر نیستی، بودیم. الان نیستی دیگه در تنگه. اون موقع در تنگه مستقر بودی، الان تنگه رو دیگه مستقر نیستید. خب شما دیدید که یکی از بحث‌های اونجا بس بود که خلاصه حزب الله هم جزء این آتش بسته. چرا حزب الله جزء آتش بسته؟ من خواهش میکنم مردم عزیزم این توجه کنن، مخصوصا نه، حزب الله جزء آتش بس نیست. شما 10 روز سکوت کردی، به کوب داره اسرائیل میزنه. همون روزی که تو پاکستان بودی اسرائیل 250 نفر کشته گرفت، 700-800 نفر زخمی گرفت. همین آتش بسی که بهش میگه آتش بس و آتش بس نیست، از دیروز اسرائیل داره به کوب میزنه لبنان رو. بعد تو بعد از 10 روز اومدی تو تلویزیون میگی این جزء بند آتش بس بود. چرا سکوت کردی؟ چرا قبول کردی آتش بسه؟ دوستان در میدان ما که به طور ویژه هستن دقت به این موضوع داشته باشه. سالیان سالی که حزب الله با رژیم صهیونیستی داره می‌جنگه، ولی واقعا این جنگ اخیری که حزب الله شروع کرد، اینجا رو حزب الله به خاطر جمهوری اسلامی شروع کرد. جبهه مقاومت به کمک جمهوری اسلامی اومد. یعنی همیشه اونجا جنگ بود، اینجا یه اتفاق افتاد. لذا اگر ما می‌خواستیم این آتش بس رو برقرار کنیم که برقرار بشه، حتما با شامل اونها هم میشد. لذا ما بله جز شروط بود، یعنی با گفتیم یعنی تو اون دهبندی یکی این بود که آتش بس در منطقه، یعنی ایران و جبهه مقاومت، این شرط اینجا بود. به طور خاص اگر دقت کردید دیدید توییت نخست وزیر وقتی که دعوت کرد برای آتش بس، کلمه لبنان رو و حزب الله رو، نخست وزیر پاکستان این وقتی این رو بود. پس این منطقی بود. البته بعد که اونا اومدن برداشت دیگه‌ای داشتن که مقدار زمان بود. البته میدونید وقتی ما رفتیم در پاکستان آتش بس اعلام شد، ولی آتش بس به درستی در لبنان انجام نشد. اون توییتی که من زدم شما مکلفین که آتش بس رو در لبنان برای حزب الله تکمیلش کنید و تثبیتش کنید. این گندی رو که داری میزنی قالیباف نمیتونی جمع بکنی. این عفونتی که به نام شماها وجود داره در این سرزمین اینقدر متعفن و بدبوه داره خودتونم خفه میکنه. هرچی داری دروغ میگی، پشت سر هم دروغ میگی، پشت سر هم داری شامورتی بازی در میاری، برای جمع نمیشه. اونها هم حرفشون یک از بحثاشون این بود که اگه آتش بس شد این اتفاقات افتاد، یعنی بخشی از این تعهدات و مهمترینش بحث حزب الله بود اتفاق افتاد، ما هم تردد رو در تنگه بدونیم به سمت عادی کردن پیش ببریم، اجازه بدیم بریم. من بگم ما همیشه دنبال عادی کردن بودیم، الانم هستیم، ولی اگر ما اونجا رو یه مقدار متوقف کردیم به خاطر که شما همیشه دنبال عادی کردن بودی، همیشه هم هستی. شما همش 40 روز رفتی تنگه هرمز رو اعلام کردی بستی. این همیشه از کیه؟ حالا عادیش کردی. خب الان تو چه برگ برنده‌ای داری در این مذاکرات؟ چه برگ برنده‌ای داری؟ تو که زور نداری، آمریکا هم خیلی زور داره، اسرائیل هم خیلی زور داره، هیچ اتفاقی نیفتاده. چی شد؟
اونجا هم مستقر بودی دیگه، حالا نیستی. همیشه هم دنبال عادی کردن بودیم. خب عادی کن، حالا عادی کردی، تام شده. آتشبس در لبنان به طور کامل برقرار نشد تا اینکه آتشبس اونجا برقرار شد و بعد هم اینجا ما در تنگه باز شد. اینم بگم امروز مردم عزیز ما تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. نه چرا حرف مفت میزنی؟ تو که گفتی مستقر بودیم، یعنی بودیم گذشته، الان نیستی. تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. اونجا مستقر بودی، حالا مستقر نیستی، پس چطوری در کنترلته؟ مردم عزیز تنگه در کنترل. ما باید از تو اینا رو قبول کنیم؟ چرا باید از تو اینا رو قبول کنیم؟ تو که داری میگی ما عادی سازی کردیم و دلمون همیشه دنبال عادی سازی بوده در مورد تنگه و یعنی 40 روز، یعنی دلمون نمیخواست تنگه رو ببندیم دیگه، بستیم. همیشه هم دنبال یه بهونه بودیم باز کنیم. آی قالیباف، این حرفایی که من دارم میزنم سوای نگاهیه و تحلیل کلیه که به شما دارم. من میخوام خزعبلاتی رو که داری میگی نمیدونی چطوری جمع کنی، چه فشاری بهت اومدی تو تلویزیون داری این خزعبلات رو میگی با اون طیف همراهت، طیف بزرگ همراهت که به احتمال زیاد ما خیلیشون نمیشناسیم، اتاق بازرگانی و معتلف و دزدای امروز و یه مش جنایتکار و فاسد و آنوسی و کولیزاد و بیتوار و همتون با هم حالا دارید یه سری شامورتی بازی دروغوتر از تو هم گیر نیاوردن بیای حرف بزنی. از اون طرف هم ما میخوایم در حقیقت مردم دنیا، اونهایی که مخصوصا در این جنگ در طرف دشمن عمل میکنن، با خصومت با ما رفتار میکنن، اونها بتونن به راحتی از اینجا ما نمیخوام که باعث در حقیقت فشار به مردم یا ناامنی رو بخوایم توسعه بدیم. هرگز ما دنبال این نیست. نکنی ناامنی توسعه ندی، پدر سوخته. نکنی، با زبان قانون حرف بزن. گه نخوری یه باید دیگه بری نیابتی درست کنی، ترقه در کنی ها، ایجاد ناامنی بکنی. شما هیچ وقت دنبال ناامنی نبودی و خدایی نکرده کشورهای دیگه دنیا رو ناراحت نکنی ها که در طرف تخاصم با شما نبودن. قالیباف، این حرفا رو چرا میزنی تو؟ خب اینا رو الان داره میگی، برای کی داری میگی؟ برای ما داری میگی؟ داری اون گندی رو که امکان داره 24 ساعت آینده ازت رو بشه و از خودتو ساختار و فاسد حاکمیتی، حالا دیگه نمیتونی اینایی رو که تو خیابونن به نام ایجنسی های آمریکا و اسرائیل بکشی، یا از همین حالا داری میگی که اینا لیدرهای 18 و 19 دی بودن. آمریکا در یک لباس دیگری با هیدر کردن، پرچم جمهوری اسلامی به دست گرفتن، میادین ما رو گرفته بود. این فتنه بود. ای فاسدهای بیشرف. اونایی که الان تو خیابون دارن هیدر میکنن، بهتون قول میدم این طرزی که قالیباف داره صحبت میکنه در این تلویزیون، فردا فتیله ها رو پایین نکشید، صورت ها رو صورتی نکنید، قر ندید برای ارباب آمریکایی. بهتون میگن طوله های لیدرهای 18 و 19 موساد و CIA همه تون قنفتی میکشن، پوستتونم میگیرن. عجب. خب این کار اتفاق افتاد و نکته بعدی این که شما دیدید یه مرتبه وقتی آمریکا این رو دید، آمد، خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه. خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لب آتش بس می‌دونستیم و گفت اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اون عقب نشینی کردن. بله من اونجا که بودم، برادرم آقای عبداللهی با من تماس داشت، میگفت برادرتون آقای عبداللهی، منظورتون سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتمه؟ الان شما از او بزرگتری؟ برادرته؟ تو الان سپاهی هستی؟
چرا تایتلش رو درست نمیگی؟ منظور به اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نیسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اینجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزی اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. در تیررس موشکمونه، از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم، درگیری میشه. خب چرا ملاحظه کردید میزدید؟ و چه چیزی میترسیدید؟ طرف چیت کرده، خیانت کرده، فرصت رو مهیا دیده بیاد در حین مذاکره، بازی مذاکره بیاد چیزایی رو به تو حکم کنه. خب میزدی، چرا بهش اخطار دادی؟ زده رهبرتو کشته ها، کر خر. حتما باید با این الفاظ باهاتون صحبت کنن؟ بیشرفی هم حدی داره. یا گه نخور، نگو این رهبر من بوده، نگو این شهید بوده. یا وقتی داری از این حرفا میزنی خب مردونگیت هم نشون بده دیگه. طرف چیت کرده، خیانت کرده، میزدی دستشو قطع میکردی. او به تو تلفن کرد، تو هم به این جیدی ونس گفتی ببین جلوتر بیای میزنی. اونم تلفن زد گفت عقب‌تر برید. این حرفایی رو که تو میزنی واقعا خودت هم باور میکنی؟ کیو گاگول حساب میکنی؟ طرف از موشک تو نترسیده. اگه این تلفن رو نمیزد چه سردار عبدالله؟ اگه نمیزد چه اتفاق میافتاد؟ سردار عبداللهی دستشو میذاشت رو موشک میزد؟ شانس آوردیم شما در دسترس بودی، پاسخ تلفن رو داده، وگرنه ارتش بزرگ آمریکا پدرتون رو در می آورد. پس این همه ادعای الکی که کردید چه ما زور داریم و داریم کشورهای خلیج رو میزنیم و همش نمایشه آقای قالیباف. حالا بهش برمیگردیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستم. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور بدیم که برگردن. و دستور دادم برگشت. بعد برگشت شما عجب آمریکایی های احمقی. وای 15 دقیقه به ما وقت بده آقای قالیباف. خواهش میکنم زور بزرگتو نشون ندی یا برادر عبداللهی عصبانی نشه. عجب. شما خودتون به این حرفایی که میزنید باور دارید؟ یعنی اینکه شما واقعا معتقدید اینایی که بهش میگی مردم ایران هیدر میکنن در سطح بوزینه آیکیو دارن 60-70؟ آمریکا حساب کتاب نکرده، 2 مینروف فرستاده، دست برقضا از آنجایی که خدا بخواهد جلو یک فتنه را بگیرد. تلفن شما در دسترس سردار یعنی برادر عبداللهی بود. تو به ونس گفتی، ونس ترسید گفت خواهش میکنم به ما 15 دقیقه وقت بده. و زنگ زد به اون نیروی دریایی گفت get the fuck out. او عجیبه. این اقتدار واقعا اسمش دیپلماسی اقتداره. بسیار عالی. خب شما عین مشقاسم دایی جان ناپلون شدی. کسی هم نیست که اینجا بهت بگه دروغ میگی راست میگی، برادر عبداللهی راست میگه، جیدی ونس راست میگه. دروغه دیگه. حناق که نمیاره، بس برای خودش دروغ بگه. قهرمان جنگ منحسنی در اصل جنگیدن با 2 سگ ماده در قیاس آباد قم. لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. گفتم لطف خدا بر این هست که تنگه با همه ظرفیتش امروز یک ظرفیت بالقوه داشته که بالفعل شده. و من به دوستان گفتم این قصه وقتی اونا در راه برده اشتباه میکنن، اینجاست اشتباه میکنن که این لطف خداست به ما. این نتیجه این همه اخلاص مردم، خون شهدا، امام شهید. آها الان ما فهمیدیم چرا آمریکایی‌ها احمقن. این لطف خداست. خدا اینجا با شماست، میشینه آمریکایی‌ها رو احمق میکنه. این لطف خداست. عجب.
ببین من نمیدونم عقلانیتتون رو باور کنم، این خزعبلاتی رو که میذارید گردن خدا باور کنم. خدا اینا رو خر میکنه دیگه، این لطف خدا. ما خیلی نماز میخونیم، آدمای خیلی مصلحی هستیم، خدا ما رو خیلی دوست داره. بله. مثل این دقیقا مثل قصه حضرت موسی شد که فرعون همه فرزندان پسر رو میکش که حضرت موسی نباشه. خدا هم ارادش در این شد که حضرت موسی رو برد در کاخ فرعون، در اونجا بزرگش کرد. این اهرام به این بزرگی رو دشمن ما به لطف خدا که اینها هدایت میشن و تصمیم غلطی که گرفتن، این توان بالقوه اونا بالفعل کردن. این چه تناسخی داشت با این داستان، چه سنخیتی داشت. موسی و فرعون و دربار فرعون و تنگه و هرمز، این چه سنخیتی به هم دیگه داشتن. شما حتما باید یهودی بودن رو خودتو ثابت میکردی اینجا، یا خوشرقصی خودتو برای یهودیا. حالا چه از موسی مثال آوردی؟ چه سنخیتی داره؟ این تنگه ظرفیتی بود، تنگ شده بود اومد تو بغل ما. نکنه خدا براتون تنگش کرد. از آنجایی که اراده خداوند بر این بود که تنگه و هرمز گشاد نشه، خدا تنگش کرد. و این در حقیقت شد یک نعمت الهی که امروز این در دست جمهوری اسلامی است. البته من بگم این تنگه حتما تنگه است که مردم دنیا باید ازش استفاده کنن. وای، این یک نعمت الهی است که امروز در دست جمهوری اسلامی است. تنگه یک نعمت الهی است که در دست جمهوری اسلامی است. البته ملت دنیا باید ازش استفاده بکنن. ببینید چیز نکنید دیگه، بهونه نگیرید این تنگه ماست، ما ارباب تنگه ها هستیم، مال خودمون نمیدیم هیچکی. دنیا باید از این تنگه استفاده بکن. این رجل سیاسی ایران ها، اونایی که میرن تو خیابون هیدر میکنن که فردا قراره تحت نام ایجنسی ها و لیدرهای 17 و 18 دیماه اینا رو بکشن، این رجل سیاسیشونه. سردار فاسد دزد دهاتی یه لقبای یهو میلیاردر شده شهردار رئیس مجلس اقتدار دو مذاکره دست غیبی، اصلا عجیبه این همه مقام. من نمیدونم چطوری طرف داره میکشه. کشورهای منطقه باید ازش استفاده کنن. ما متوجه این موضوع هم هستیم. ما مثل آمریکا نیستیم که بیان ببندیم و هرچی بخوام ببریم. نه، این متوجه. ولی اجازه نمیدیم که آمریکایی‌ها بگن ما اینجا منافع داریم و بخوام در تنگه ببریم. ولی ما مواظب حقوق و حق تردد اونها هستیم، ولی با پروتکلی که در حقیقت ما اینجا میذاریم و داریم دنبال. چیه اون پروتکل هایی که میذاری؟ حق تردد ما مثل آمریکایی‌ها هستیم بگیم باس ماسو. خب زورش داری که نمی‌کنی این کار رو. و چی این پروتکل هایی که داری چه شکلیه؟ به طور کلی میگوییم به تو. مگه تو نیومدی شفافیت انجام بدی برای ملت؟ خب شفافیت انجام بده. اینا که داره میگه یه مش کلیگویی ها، یه مش خزعبلات، این تبعات داره. حالا اعلام میکنن ظرف 24 ساعت آینده که چگونه جام شهد نوشیدن این پدرسوخته های نوکر آمریکا و اسرائیل. میکنیم و پیش میریم. لذا به همین خاطر من دیشب این توییتو زدم. الانم روشن اینو میگم. الان 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونایی که از اینجا میخوان برن، همه برن ما نریم، یعنی امکان پذیره. این هم اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند، حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد، تردید در این نسبت. شما چی هستی آقای قالیباف این حرف رو میزنی؟ چه کاری، چه مقام اجرایی داری؟ تو رئیس پارلمانی؟ تو چه کاری؟ تو فرمانده نیروهای مسلحی؟ تو چه کاری که از این حرفا میزنی؟ شما نماینده مخصوص امام غیبی مجتبی خامنه‌ای هستی؟ کی تو؟ اینا 3 روز محاصره دریایی کردن ما رو.
ما نمیذاریم محاصره دریایی کنن ما رو. دیروزم با آقای آسمونی گفتم که حتما نباید چنین اقداماتی رو دشمن انجام بده که بخواد در حقیقت آتش بس رو در حقیقت از بین ببره، به معنایی که خلاف رو عمل کنه، بشکنه آتش. خب چرا میترسی؟ چرا میترسی آتش بس رو از بین ببره؟ من تو نگفتی که اونا کم آورده بودن آتش بس خواستن؟ البته آتش بس خواستن. خب چرا میترسی؟ بذار به هم بزنه. با آقای آسمونی گفتم این کاری که داره میکنه این داره آتش بس رو از بین میبره. خب بذار از بین ببره، بزن. مگه نمیگی برادر عبداللهی دستش رو ماش از؟ خوب بزن، تو بزن، نافچه های آمریکا رو بزن. زده رهبر رو تو کشت، دهنت سرویس کرده، بیشرفت کرده. عجب. رفتی به آسمونیر گفتی که این کاری که داره میکنه این آتش بس رو داره نقض میکنه. خب نقض بکنه. خب تو هم بزن. و چی میترسی؟ آسمونیر چه کار است؟ حالا آسمونیر رفت، محاصره دریایی رفت، یا این همش نمایش، یه مش نمایش مزخرف بین تو و ترامپ و شما و بس کن. این هر کدوم تعهدی داریم باید انجام بده. اگر مردم عزیز ما بدونن من در اونجا آقای ونس گفتش که فلانی خلاصه من با حسن نیت آمدم اینجا و اومدم که خلاصه یک سوال پایدار داشته باشم. من در جواب بهش گفتم شما حتما توییت منو خوندی؟ من یه توییت زدم. گفت آره. گفت من در توییت نوشتم که ما هم با حسن نیت داریم میایم اینجا ولی در اوج بی‌اعتمادی. همین الانم که اینجا نشستیم. یعنی چی مزخرفاتی که با حسن نیت اومدیم؟ این خزعبلات رو فقط در زبان فارسی میگن؟ اینا رو برای تبلیغات تلویزیونی و یه مشت مردم علافی که به بازی گرفتید میگید؟ خب تو جنگیدی با یکی، جنگیدی، اگه جنگیدی طرف زورش به تو نرسیده، به اهدافش نرسیده، بیاد رو میز مذاکره. ببین ما با حسن نیت اومدیم. من میخوام تو با خبث نیت بیای، مثلا چون گوی میخوری. چه حرفیه؟ این حرفا رو کی میزنه؟ بابا شما از کجا آمدید؟ این خزعبلاتی که تو میگی، دولت فاسد آمریکا و ادمینستریشن فاسد دونالد ترامپ میگه، اون میگه من زور دارم، تا میگی من زور دارم، البته اون زورش بیشتره. این خب بالاخره بهش فشار اومده، به نیاتش نرسیده، گفته که بریم از منظر دیپلماسی تعقیب بکنیم. خب دیگه این خبث نیت و حسن نیت نمیخواد. در سیاست نیت حساب نیست، در سیاست زور حسابه. زور داری؟ کارتای زور رو داری؟ در دنیای سیاست هیچ معاهده‌ای، هیچ پیمانی همیشگی نیست. وقتی توازن زور به هم میخوره، پیمانها هم به هم میخورند. در زمان پیغمبر اسلام، وقتی پیغمبر اسلام فوت کرد، عربها فکر کردن دیگه نباید مسلمان باشن چون صاحبش مرد. به همین خاطر ابوبکر جنگ‌های رده رو به فرماندهی خالد ابن ولید به راه انداخت. این تاریخ اسلامیه که تو میگی قهرمانشی با مله‌های شیعت. این خزعبلات داری برای کی میگی؟ حسن نیت. دستم جلوی شما در حقیقت هیچ اعتمادی ندارم. شما اولین کاری که باید انجام بدید اعتماد سازی بکنید. آخه من بهش گفتم ببین ما با حسن نیت اومدیم، هیچ اعتمادی بهت نداریم. مگه میخوای باش ازدواج کنی؟ مگه دیت اومدی؟ ما هیچ حسن نیتتو نشون بده. تو جیبش بود؟ خودشو لخت کرد؟ دست رو سرت کشید؟ چطوری حسن نیتشو بهت نشون بده؟ مثلا ترامپ توییت زده که مذاکره کننده‌ای که آمدن اینجا خلاصه اصلا دیگه زنده موندن مال که مذاکره کنن، اگه تا 24 ساعت تصمیم نگیرن معلوم نیست بعد زنده باشن. گفتم این رفتار شما آمریکایی‌هاست، لذا شما میدونید ما تا آخر ایستادیم، دیدید که چون وقتی بود این روبا اونجا بودن. گفتم خلاصه ما هم آماده جنگ بودیم، هم هستیم، هم ما جنگ طلب نبودیم و حتما میتونیم در حقیقت
نه. ترامپ گفت اگه این مذاکرات چیز نشه 24 ساعت تو خودت دیدی که من نمیترسم، دیدی هم که از مین روبات نترسیدیم، دیدی که ما آماده جنگ هم هستیم. به این حرفای خال زنکی رو میشنوید؟ این رجاله ایرانی با این خزعبلات خال زنکی که داره گزارش میده در تلویزیون حال آدم به هم میخوره. با این حرفا اینا رو مغلوب کرده. اسمش دیپلماسی اقتداره. شما وقتی میرید چه میدونم چندین واحد دانشگاهی پاس میکنید که به کارمند دولت تبدیل بشید و وزارت خارجه دیپلماسی بکنید، از این حرفا یاد میگیرید. اینا دیگه سواد نمیخواد دانشگاه رفتن با حرفای خال زنکی. هر نن قنبری رو گیر بیاری تو خیابون تهران از این حرفا بلده بزنه. آقای محمد باقر غالیباف، البته من نمیترسم من اصلا نمیترسم منو بکشید. اینقدر مقتدر ایستادن منو کشتن. باریکلا به تو، به هیئتت، به دولت ایرانی، باریکلا. دولت دروغ، دولت فساد، دولت دست نشانده آمریکایی، دولت بیتواران بیریشه دهاتی، کولی زاده ها، آنوسی ها، هندی فارسی ها. عجب مزخرفی هستید شما. در همون کلام گفتیم که ما کاملا به شما بی اعتماد بودیم، در الان هستیم، ولی به هر حال ما خب کاملا بی اعتماد بودیم. چه غلطی میکن؟ رفتیم اونجا بهش گفتیم خیلی عملیات بزرگی بود، جدی ونس، ما کاملا به تو بی اعتمادیم. خیلی موضوع بسیار حرکتش قدرتمندانه و مقتدرانه بود. چه ما به شما هیچ اعتمادی نداریم. پدرشو در آوردی، اصلا نابود شد. کاری که تو با او کردی او با مردم ناکازاکی نکرد. کشتی اصلا، طرف مرد. قدرت ملت ایران در مقابل خلاصه مردممون اعتماد داریم. ما به نصرت الهی ایمان داریم و هیچ اعتمادی هم به شما نداریم. خب تو که به نصرت الهی ایمان داری پدر سوخته، خب بشین خدا نصرتت میده دیگه. چرا رفتی زجمویی ها رو، چرا رفتی آبروریزی کردی، چرا رفتی عجز و لابه کردی و میخوام منو بکشه 24 ساعت دیگه؟ و دیدی که من گفتم به سردار عبداللهی و برادر عبداللهی و ما نصرت و خدا بهمون، تو کی هستی؟ خب چرا رفتی با خدا حرف میزدی؟ نصرت از خدا طلب میکردی؟ ببینید آقای غالیباف، من هدفم از آشکار کردن میزان فساد عقلی شما هاست که من نمیدونم تو چرا اونجا هستی. همشون مثل تو انا، همه تون سر تهیه کرباسید. یه مش لاتائلاتگو، خزعبلگو، به عقل در حد یه فندق. یه مش خزعبلات میگید که اینا فقط در زبان خودتون برای خودتون معنا داره. نصرت البته مال خداست ولی ما به تو بی‌اعتمادیم. خب چرا اینا رو گفتی؟ خیلی ببین، وقتی تو یه داستانی رو جدا نمیگی، داری دروغ میگی. رفتم اونجا چنان زدم تو گوشه. زدی تو گوشش؟ نه نزدی تو گوشش. رفتم بهش گفتم نصرت مال خداست، ملت ما مقتدره. خب ملتت مقتدره، نصرت هم که مال خداست، اینا هم که به بعثت رسیدن دیگه، تو چه کار میکنی تو پاکستان؟ در حقیقت ما توی مذاکرات اونجا، حالا یه فرصت شد من توضیح خواهم داد، اونجا هم با اقتدار و با منطق که شما اگه نگاه کنید خود اونا هم این رو اشاره این تمام این حرفا رو با اقتدار و با منطق زده با اقتدار و با منطق. ببین من به تو اعتماد ندارم، نصرت از آن خداست. منطق بسیار عالی، لوجیک پرفکت. کردن در رسانه هاشون که هیئت ایرانی خلاصه بسیار سرسخت و خلاصه مقتدرانه روی اصولاشون ایستادن. خیلی بسیار عالی بود. خیلی سرسخت و مقتدرانه روی اصولهاشون ایستادن. دقیقا چطوری ایستادی؟ محکم نشسته بودی، خودتو با کمربند بستی به صندلی، زد جمعیه نکردی بگی چون 24 ساعت دیگه گفتم منو میکشن،
حالا دیگه منو کشتید و چرا نزدیک میشید به تنگه هرمز مین روبی میکنید؟ ما اصلا معنی اقتدار رو از شماها یاد میگیریم. یه مش دو جنسه سیاسی، کلمات مخنث و ادا اصولهای حمومت مورچه داره و راهبرد اصلی مذاکرات هیئت ایرانی هم همون تدابیری بود که رهبری معظم گفتن، همون تدابیری بود که امام شهید ما داشتن. کدوم رهبر کدوم تدابیر بود؟ چه شکلی بود راهکار اعظم؟ این حرفایی که زدی تدابیر رهبر اعظم بود؟ رهبر غیبی؟ ما رفتیم اونجا با اون تدابیر رهبر بزرگ و رهبر شهید و خزعبلاتو بذار کنار، چه کار کردی؟ و هیچ موقع هم ما خارج از این بس حتما دنبال نکردیم، دنبال نخواهیم کرد و همینطور که گفتم مذاکره هم یک روش مبارزه است برای تکمیل میدان. بارکالله، این مذاکره‌ای که تو کردی به ما نشون داد مبارزه چطوریه. خیلی مبارزه سنگینی بود. بسیار عالی. حق این مردم در خیابان و ملت عزیز شریفمون خواستهای اونها رو انجام بدید. منتظر باشن ما بند به بند این موضوعات دنبال میکنیم. حالا مردم ما در خیابان بند به بند کدام موضوعات رو دنبال میکنی؟ اقتدار ملت بزرگ ما در خیابان رو دنبال میکنی؟ این میدان رو پر میکنن، نیروهای مسلح ما در عرصه نظامی این رو دنبال میکنن. بنده هم به عنوان یک رزمنده امروز در حوزه مذاکرات دنبال میکنم. البته من روشن میگم هیچ موقع داوطلب چنین کاری نبودم. مردم ما بدونن من باقی مانده رزمندگانم. بدون شک هیچ توفیقی برای من جز شهادت نیست. بدونید امروز چه کاغذهای مذاکره، چه کاغذ نقشه میدان جنگ، هر دو برای من یکی. هم جانم رو آماده بدم، هم آبرومو در اینجا بدم. هم حاضر خون بدیم، هم حاضر خون دل بخوریم. مهم این است که حق این ملت، حق این ایران، سرفرازی این ایران حفظ بشه و مردم اطمینان کنن، دعا کنن. نه، میری خون میدی، خون دل نمیخوری. چون ما نمیدونیم تو خون دل میخوری. تو ظاهرا مرغوب ترین غذاهای دنیا رو میخوری. میری خون میدی، کشته میشی. قالیباف از این غلطا نکنی ها. بری بعد بگی که ما شیعه هستیم، تقیه خوب بلدیم، نوکر آمریکایی، مقتدرانه نوکر آمریکایی. از این حرفا نمیزنی. غلط بسیار زیاد کردی، خون بسیار زیادی از این مردم گرفتی. غلط میکنی برگردی بگی حالا که ما با خون دل میخوریم، با خون دل نوکر آمریکا هستیم. نه، تو با خون دل دلار آمریکایی مصرف نمیکنی، سیسمونی نمیخری، امثال هولدینگ های یاس رو بررسی نمیکنی. همه ما تحت رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه‌ای پیش بریم و نه جلوتر نه عقب‌تر انشالله. نه، از این آقای خامنه‌ای مثل اون باباش بود وقتی رفته بود تو پناهگاه مسخرش میکردن. این ویدیوهایی رو که میگیری 2 تا ویدیو از خودش بگیره بر بستر سخت بیماری، جراحت، اون زخمایی که او داره نشانی بزرگی اوه. یه ویدیو بگیره بگی تو آدم خوبی هستی. خب رفیقات هم آدمای خوبی هن. از اون رهبر مقتدر سید مجتبی غیبی یه ویدیو 5 دقیقه که نداریم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر مؤمن. توصیف روشنی از روند کار صورت گرفت. به نظر چند تا موضوع در سوالاتی که ذهن مردم هست پاسخ دادید. اما به نظر میسه با دقیق‌ترش کنید، جزئیات بیشتری. توی توضیحاتی بودش که روند صحبت‌ها رو اون چند روز آخر توضیح دادید، مذاکره صورت چه گرفته و غیره. توی سوالی خیلی برای مردم اون زمان مطرح شد. جناب تو شفاف بود دارن با مذاکره می‌کنن. شما توی زمین که مذاکره وجود نداره. یه دفعه مردم مواجه شدن با اینکه توافق آتش بس اومد. همه احساس کردن که آقای طالبان بهشون دروغ گفته. این یکی اشاره کردی ولی من خودم دقیق‌ترش کنم. من این نکته رو بگم. اگر ما با آمریکا در حال مذاکره بودیم، من در توضیحاتم این همه التیماتوم مالی چی بود؟ چرا گفت 2 روز؟ او خیلی استدلال بزرگی بود. اگر ما با آمریکا در حال مذاکره بودیم چرا این همه التیماتوم میداد؟ چرا گفت 2 روز؟
چرا 1.5 ساعت مانده به اجرا کردن این حالت شیطانی که تمدن ایرانی را از بین میبرد ما دستامون رو بردیم بالا گفتیم مذاکره؟ اینا شد استدلال. اگر ما با هم مذاکره میکردیم چرا این همه التیماتوم داد؟ خب بخاطر صحنه آرایی. مذاکره نکردید، شما با هم برنامه داشتید. کاری نداره که. خیلی استدلال محکمی بود. اصلا اینقدر استدلال محکمی بود آدم خفه میشه، چیزی نمیتونه بگه. چرا میگو 5 روز دیگه؟ چرا میگو زیر ساختار فردا میزنم؟ من همینجا واقعا از این بصیرت، از این شجاعت، از این غیرت از ملت ایران به ویژه من اینجا روشن بگم ما مردا به اون بر نخوره. راستی چرا آمریکا باید بگه زیر ساختاتو میزنه؟ خوب میزد. چرا باید بگه؟ میگو اطلاعات غلط بهم دادن، اونجا موشک پنهان کردید، داشتید از نیروگاه‌های برق موشک میفرستادید. چرا باید میگفت؟ چرا میگو میزنم؟ چرا همش این حرفا رو میزد؟ کسی که دشمن تو میخواد تو رو به زانو در بیاره، تو رو به زانو در میاره. تو هم که اعتراف کردی بزرگترین ارتش دنیا، پولدارترین کشور دنیاست، شما نتونستید هیچ کاریش بکنید. خانمای ملت، بانوان ایرانی با غیرت‌تر از مردا تو میدان بودن. من شرمنده اینا شدم اون روزی که گفتم که ما میخوایم پل‌های اساسی رو بزنیم، نیروگاه‌ها رو بزنیم، مراکز رو. من اون صحنه‌ای که دیدم که یه خانواده، یه خانم جوان دست بچه‌هاشو گرفته، همه اومدن رو پل‌ها ایستادن، همه رفتن زنجیره انسانی درست کردن. این ملت این گونه، من نمیدونم این هیئت حاکمه نادان آمریکا چطور میگن اینجا ونزوئلاست، چطور میگن چرا یه درچه. وای خیلی حرکت عظیمی بود. پدافند هوایی به اسم یک زن جوان و 4 تا بچهش در هیچ جای دنیا نیست. خیلی آمریکایی ها نادانن. آمریکایی 168 تا دختر رو در روز اول در مدرسه میناب کشتن. مثلا کشتن 4 تا خانواده دوزاری اگر قصد زدن شما رو داشتن، ابایی داشتن، کی میترسیدن مثلا؟ تو خودت الان جرأت میکنی اسم اون 168 تا دختر رو بیاری؟ اینم شد استدلال دوباره. من به واسه گفتم ملت ایران ملت با ادبی هست، ملت محترمی هست. راست میگی. به نظر من ملت پاکستان خیلی ملت فحاش بیشرفیه. راست میگی. ملت ایران خیلی با ادبه. صبح از خواب پا میشه میگه سلام، شب که میخواد بخوابه میگه شب بخیر. بسیار مردم با ادبیه. هیچ ملتی در دنیا با ادب نیست. ملت ها رو در دنیا بر اساس 2 المان بررسی میکنن: ملت با ادب، ملت بی ادب. ایران جزو ملت با ادبه، اما ملت ترکمنستان بی ادبن. ملت ترکیه خیلی بی ادبن. آره بسیار عالی. اصلا من از این همه دانش و از این همه سواد عوامانه شما بسیار خرسند شدم آقای قالیباف. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اینا رو به جی دی ونس گفتم. نگاه کن، ملت ایران جز ملت‌های با ادبه. ملت شجاعی هست. در تاریخ تمدن ایران نمی‌بینی که ایرانی‌ها جای استقلالشون رو از دست داده باشن. راست میگه. در تاریخ ایران نمی‌بینی که ایرانی‌ها جای استقلالشون از دست داده باشن. البته اون موقعی که اسکندر اومد 400 سال سلوکیان حکومت کردن، اون اسمش ایران نبود، اسمش پرشیا بود. راست میگه. اون موقعی که اسلام اومد، اون موقع اسمش پرشیا بود، ساسانیان بود. اون موقعی که مغول اومد اینجا سرزمین اسلامی بود، دهن خلیفه رو سرویس کرد. راست میگه. استقلالش هیچ وقت از دست نداده.
جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بسیار ملت بزرگ و فرهیخته‌ایه که استقلال از دست نداده که احیانا این محصول انقلابی نیست که چون استقلال نداشت انقلاب کرده بود که استقلال داشته باشه. ملت ایران هیچ وقت استقلالش از دست نداد. این خزعبلاتی رو که داره میگه، این همه تناقض رو که داره میگه، این همه دروغ رو که داره میگه، داره یه تنشی رو پایین میکشه، حکم مرگ یه عده‌ای رو میده در اون خیابون. حیدر کنا رو بعداً به عنوان لیدرهای اسرائیلی میگیرن میکشن. اینه که این پیروزی رو داده به ما که در این جنگ‌های بین‌المللی که در قرون اخیر اتفاق افتاده، که تازه ایران گفته ما نقشی هم در این جنگ‌های عرضم حضور شما جهانی نداریم. شما ببینید در ایران چند میلیون انسان رو اینا کشتار کردن و کشتن و دست رفتن، چه در قحطی چه در جنگ. افتخار اینجا بود و هست که این ملت تونست ابرقدرت رو، اون هم و رژیم صفاک صهیونیستی رو دوتایی با هم اینا رو زمینگیر کرد. لذا وای این ملت میلیون ها نفرش از قحطی و از اینها مرد در جنگ های مدرن. دیدی خیلی مقتدر بود، مقتدر مرد از قحطی. ما تو این بخش در حقیقت اینا رو به جی ونس گفته. واقعا هیچ حالا شما فهمیدید که رو میز مذاکره چه گفت؟ حالا من بهتون میگم. رو میز مذاکره این به جی ونس گفت که ببین توییت منو خوندی؟ اون اومد جلو گفت من با حسن نیت اومدم. من گفت توییت منو خوندی؟ من با حسن نیت اومدم ولی به تو اعتماد ندارم. ما مقتدریم، پیروزی مال خداست، نصرت مال خداست. سردار عبداللهی زنگ زد، برادر عبداللهی زنگ زد گفت این مینروباشون دارن میان، بگو میزنم ها. گفته میزنم. گفت ببخشید 15 دقیقه به ما وقت بده. 15 دقیقه وقت گرفت، رفت به اینا گفت رفتن. ما بعد نشستیم مقتدرانه بهشون گفتم ببین ملت ایران جز ملت با ادبه. ما هیچ وقت استقلالمون از دست ندادیم. ما در 2 جنگ جهانی مقتدرانه 5 میلیون نفرمون از قحطی مرد. ما مقتدرانه تحمل کردیم که اونا رفتن بیرون. دیدی که ما موندیم. اینا در میز مذاکره پاکستان این اتفاقات افتاده. مذاکره تو همون زمان، یعنی 48 ساعت قبل از آتش بس هرگز اتفاق نیفتاد. اما شما دیدید ترامپ استاد مذاکره قبل از 48 ساعت از آتش بس اتفاق نیفتاد. هیچ مذاکره. ولی اینا با سرعت ظرف 48 ساعت آتش بس قبول کرد. چرا قبول کردی؟ تو که دست برتر رو داشتی، نصرت هم که مال خداست. چرا به این سرعت قبول کردی؟ حالا امروزی‌ها دروغ گفتن و کارهای خودسوزی خلاف چیز انجام داده رو بعضی‌ها میگن جنگ روانی، ولی دیگه اینا شما دیدید تویی که 8 توییت با هم زد 7 ناقلا تو هم میگی به این میگی جنگ روانی. قبلا بهش میگفتی تقیه ها. حالا تو یعنی تو همش رو داری راست میگی، خیلی صادقی. محمد باقر صادق. بله. خب که من گفتم شما نگاه کنید به حال سخنگوی وزارت امور خارجه جناب بهایی که سخنگوی هیئت مذاکره کننده هم هست، دیشب به درستی این رو توضیح دادم و دقیق هم توضیح دادم. لذا از این جهت هم بود که وقتی شروع شد، به خاطر که روشن باشه، در حقیقت مذاکره از زمانی شروع شد که توییت ترامپ بعد از درخواست نخست وزیر پاکستان اون بود که این رو پذیرش کرد و موافقت کرد که یعنی درخواست آتش بس کرد که این کار در حقیقت باشه. از اون روزم هیچ اصلا نه، فقط یک میانجیگری، همون که اون 10 بند اون نامه‌ای که گفتم اون زبنده که آمد و رفت، ما نهایتا بعدی که تصمیم گرفته شد و جنبندی شد در شورای امنیت ملی و با اساس مذاکره و شروط مذاکره رهبری معظم موافقت کردن، اون 10 بندی رو فرستادیم. اینا همه تو 48 ساعت آخر بود.
از اونجا به بعدم یه حق مردم اشاره کردن. مذاکره کردید یا پیام فرستادیم. اصلا این مذاکره ما پیام به میانجی کرد. یعنی اصلا مذاکره ما از جمعه بود که ما جمعه شب آخر شب، یعنی ما صبح مثلا ساعت 12 به افق پاکستان شنبه رسیدیم اونجا، مذاکرات همون شنبه بود. اون همون مدت حدود 30 ساعت بود که اونجا بودیم. هیچ مذاکره دیگه‌ای در قبل اون نشده، فقط تو همون 48 ساعت در همون یعنی اولین توییت رسمی ما توییت آقای وزیر. نه مسئله مذاکره نیست. شما دقیقاً از کی در ارتباطی با آمریکا؟ دقیقاً با اسرائیل. امور خارجه بوده که با آتش‌بس موافقت کرده بعد از درخواست آتش‌بس توسط ترامپ. یه سوالی که هم شده اشاره کردید توضیح دادید، ولی بعضی میگن که خب آتش‌بس لبنان موضوعیت داشته، شما توی شروط کاری داشتید، اما میگن خب شما چرا رفتید مذاکره؟ اون میگن چون شرط رعایت نکردید، مثلا مذاکره شروع نکردید، یا میگن که حمله کردید، وقتی داره حمله میکنه شما حمله نکردید. این سوال که بالاخره وقتی آتش‌بس لبنان اجرا نشده اتفاق نیفتاده، چرا رفتید با مذاکره شروع؟ اون کنید که من خواهش میکنم این روند توییتری که هست در این مواضع روشن بشه. ما توی توافق بدون شک حزب الله جزء توافق بودیم. البته اونا بعد یه بخشی حرفایی داشتن که نمیدونم اونجا لبنان دیدن که رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان، اونایی که وابستگی به آمریکا دارن یه حرفایی زدن، یه بحثایی دنبال کردن. از اون طرف رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری که بعد دو نوبت با ایشون صحبت کردن، خود حزب الله و بعد بخش عظیم از مردم لبنان نسبت به رژیم صهیونیستی حرفایی که دارن. حالا من به اون بحث نمیخوام الان اشاره کنم. بس این بود که ما اونها گفتیم، لذا از همینجا هم که ما رفتیم که تصمیم گیری. ببین طرف داره چطور شلوغ میکنه داستان رو. این همه خزعبل نبی بری و رئیس مجلس و نخست وزیر و اونایی که آمریکایی هستند و در از سوال میپرسه مگه شما نمیگید لبنان جزء آتش بس بود؟ خب اینا نکردن، چرا رفتید؟ آسمون رو به ریسمان بافت، معلوم نشد چه شد. خب ما رفتیم که حتما باید این موضوع مربوط به حزب الله و موضوع مربوط به اون پولهای مسدودی که هست در دستور بحثمون حتما باید باشه. خب مرتی که تو که میگی که 10 تا بند رو قبول کردن بعد تو رفتی مذاکره، به این شرط رفتی مذاکره و هیچ کدومش قبول نکردن. خب چرا رفتی مذاکره؟ چرا آتش بس قبول کردی؟ قبل از اینکه وارد مذاکرات بشیم و اگر ما بخوایم وارد مذاکرات بشیم اینا حل نشده باشه، ما وارد اون 10 بندی نمیشیم. اول باید اینا حل بشه که وارد 10 بندی بشیم. این رو دقیقاً به این موضوع عنایت داشته باشید که دقیقاً موضوع چی هست. و شما دیدید ما مرتب اصلا ما نشست اولمون با میانجی که آقای آسمونی بودن، اصلا همه بحثمون سر این بود که خلاصه چی شد قضیه آتش‌بس حزب الله. ما حدود 2 ساعت و 15 دقیقه سر این بود. او هم اولین نشستی که با هیئت آمریکایی گذاشتن همین پیگیری اینا بود. چون من گفتم تا اینا تکلیفش روشن نشه اصلا ما وارد موضوعات 10 بندی که باید دنبال بکنیم نمیشیم. اونا از همون روزا اگر نگاه کنید آتش‌بس رو دنبال کردن، ترامپ دنبال کرد، نتانیاهو صحبت کرد، آتش‌بس هم شروع شد، کامل نشد. اوه چه آدم دروغگوی فاسدی هستی تو. 2 ساعت رو روش ایستادن، از همون لحظه دیگه آتش بس شروع شد کامل نشد. آقا آتش بس مرتی که شروع شد دیگه کامل نشد چه شکلیه؟ آتش چه شکلیه؟ آتش بس چه شکلیه؟ موشه یه روز من بمبارون کردم که یه تعداد شهید شدن. اگر ما همونجا گفتیم اگر این بمبارون ادامه پیدا کنه، ما نه تنها که اون رو دنبال میکنیم آتش بس به جای خود، دیگه پاسخ شدید بهش میدید. اگر اون روز نگاه کنید هوا فضا اعلام آمادگی بود برای زدن و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 9 تا مکان دیگر رو گفت تخلیه کنید، من میخوام بزنم در بیروت و در جنوب. وقتی این رو اعلام کرد ما محکم اعلام کردیم که هم به آمریکا هم به اونا که اگر این محلی رو تخلیه کردیم بزنه میزنه، یعنی که ما آتش بس رعایت میکنیم. مثلا حالا اینا به جزئیات ما شاید به مردم منتقل نکردیم تا این که دیگه شما دیدید الان آتش بس به طور کامل برداشت کرده که به مذاکره نمی‌رفتیم، آتش بس لبنان اجرا شد. اگر به مذاکره سوالی میگه اینا نمی‌رفت اصلا به مذاکره. شما این مذاکره ترتیب می‌کردید، نمی‌رفتی اصلا مذاکره. مثلا شما آتش بس لبنان اجرا می‌شد. نه نگاه کنید، من معتقدم همون نکته‌ای که گفتم، ما یک جای من الان یک اصطلاح هست میگن که گره‌ای رو که میشه با دست باز کرد با دندون بازش نکن. ما اینجا به هر حال آتش بس اونجا برقرار شد ناقص. یعنی اگر ما
از اونها بیایم. ما دقیقاً توضیح دادم دیگه. به چه معنا؟ به معنی که ما از این طرف میگیم آتش بس اگر انجام ندید ما اصلا آتش بس دیگه رعایت نمی‌کنیم، یعنی جنگ رو شروع می‌کنیم، مذاکره رو قطع می‌کنیم. خب من همینجا کافیه. شما دیدید که این آقا داره شامورتی بازی در میاره، داره دروغ میگه، بهش هم فشار اومده تو تلویزیون. تو تلویزیون داره حکم اونایی رو که برده تو خیابون هیدر کردن صادر میکنه. یه جورایی مثل اتمام حجته که این اومده توضیح داده. توضیح هم که داد که دیدید یه مش لاطائلات و خزعبلات و حرفای خال زنکی و سخنان پر از تناقض. حالا داستان اینه که ما از روز اولم گفتیم دولت ایرانی دارای بحران ساختاری تداوم قدرته. به همین خاطر از 10 سال پیش اینا به دنبال جا انداختن صورت دیگری از دولت ایرانی برای همیشه و ابدی بودن. فرمول اولم این بود که یک انقلاب نمایشی در پس یک کیوس و آشوب داخلی به راه بندازن، یه مشتم اپوزیسیون و چهره و این کلونی های خودشون رو بیارن، یه معامله‌ای بکنن تحت نام ایران تکثرگرای گذار به دموکراسی کرده، با همین ساختار رانتی باندی که امروز موجوده. و دیدید که سیری رو تعقیب کردن از نمایش دادگاه قضایی حمید نوری برای سفیدشویی تابستان 67 و از بین بردن این استخوان لای زخم، تا ترور قاضی مقیسه و قاضی های فاسد دیگه‌ای که اینها مشکل ساز می شدن، تا کشتن این رئیسی. البته قبلتر ماجرای زن زندگی بازی بود که اون فراز اصلی بود که باید از کردستان قومی اتنیکی آغاز می شد و بعد شورش می کردن و بعد داستان به جای رسید که خامنه ای ترسید و پا پس کشید و مدل انقلاب نمایشی رو کنار گذاشتن. خامنه ای نتونست، بیت رهبری نتونست، ترسیدن. این شد که ماجرای 7 اکتبر اتفاق افتاد. خب داستان دست به دست هم داد که اینها حالا بیان به بهانه حمله خارجی تسویه بکنن این تضادهای کانونهای قدرت از آدمهای مسطح بیریشه‌ای که خوب همدیگر میشناسن. از اونجایی هم که در این مملکت نهادی وجود نداره، یه مشت نهاد بد ساختن برای چپاول کردن و دزدی کردن و بی همه چیز کردن مردمان این سرزمین. حالا اونی که میدونه اینجا قانونی وجود نداره، دادگستری وجود نداره، مردمی وجود ندارن که باوری به قانونی داشته باشن، توارث نهادی نیست، سنت سیستم هیرارشی وجود نداشته هیچ وقت، اینا هیچ کدوم پا پس نمی کشن. اینایی که به رانت و باند و پول و تمام این چیزها رسیدن و هر کدوم شبکه‌های بزرگی دارن، علیرغم اینکه جمعیت 90 میلیونی هم اینجا موجوده، داستان رو پیچیده‌تر، متکثرتر، بزرگتر کرده و اتفاقاتی که در منطقه دست به دست هم داده. یه شبکه بزرگی از قاچاق و رانت و فساد رو از لبنان تا سوریه تا یمن تا عراق فاسد همه دست به دست هم دادن. داستان حل نمی شد. این بود که رئیسی هم کشتن، بعد زدن اسماعیل حنیه رو هم کشتن به نام اسرائیل با همکاری اسرائیل و زدن حسن نصرالله رو هم کشتن. به فراز جنگ 12 روزه رسیدن، دوچار شرایط خلأ قدرت شدن. به سرعت بایستی روایت دیگه رو جا مینداختن. این اتفاق صورت نگرفت، مجبور شدن جراحی دوم رو بکنند و این شد که خامنه ای هم بایستی میرفت، دیگه تموم شد. دوران پس از خامنه ای رو تراش داده بودن و خامنه ای هم حذف کردن، رفت. با کارش تموم شد بود، 80 خورده سالش بود، کلی مریضی داشت، باید اون میرفت قربانی میشد، اینو شهیدش میکردن تا این سیستم فاسدی رو که
در اون ماجرای مولد سازی هم دیگه تتمه هر آنچه به نام این دولت فاسد زده بودن رو بالا کشیدن. حالا داستان که به اینجا رسید، یه رکب خوردن از روز اول. اون رکب هم که خوردن از بخشی از سپاه بود. اینا همه با هم بازی میکنن، همه با هم رقابت دارن. یه جایی این جریانات رانتی و این اولیگارشی ایرانی یه جوری دیگه با آمریکا بسته بود. تیم عوض شد، یه عده دیگه وارد بازی شدن. آمریکا مجبور شد تداوم بده به داستان تا اینا سر و ته رو جمع بکنن. دیدن هر کی مزاحمه دادن حذفش کردن، هم قسمتی از اون سرداران فاسد سپاه رو، هم امثالی چون لاریجانی و خطیب و کسانی از این دست رو. حالا داستان رو باید جمعش بکنن. باز مشکل اینجا چیزی به اسم جنگ نیست. جنگ الیتی، آنچه که شما دیدید تحت نام جنگ اسرائیل و آمریکا، جنگ داخلی الیتا با همدیگه بود. حالا با دست آمریکا یا با دست اسرائیل انجام بدن، تبعاتی که خواهد داشت کمتر خواهد بود. اینا از جنگ واقعی داخلی که به کار پنجره به پنجره برسه بسیار هراسانند و نمیخوان این کار رو بکنن. ارباب آمریکاییش بسیار میترسه از این کار. به همین خاطر این نمایش رو به راه انداختن. دیدیم که حالا کلاپس کردن، نمیتونن چطوری جا بندازن. مشکلشون همینه. خب وقتی زارت و زورت بمب میاد، تو معلومه دیگه چیز میکنی، بادی به قب قب میندازی و ما بزرگیم و ما پیروزیم و میزنیم و از این حرفا. این تو وسط این خزعبلات سر و صدا نمیشه سخن گفت. فضا که آروم میشه، حالا این هیچ روایتی برای گفتن نداره. به بحران روایت رسیدن که اونایی که تو خیابونم پرچم تکون میدن، هیدر هیدر میکنن، حالا دوچار گیجی شدن. چی بگن؟ دیگه نمیتونن بگن که عدالت اجتماعی میخوان، نمیتونن بگن که سازش نکنید، میگیرن چوب تو آستین اینا میکنن. اینا الان به کمبود روایت رسیدن، هیچی ندارن، هیچ. دیدیم که این آقا اومده داره میگه که بابا قبول کنید دیگه، ما نه ضد امپریالیست بودیم نه ضد امپریالی، ببینید زندگی کنیم، ولی بذارید من این بالا باشم. ریشم میذاریم و یه مشت انگشترم دستمون میکنیم و خزعبلات سابقم میگیم و ببینید همه داریم با هم زندگی میکنیم. تو سیغه بشو من سیغه میکنم و همینقدر کافیه. در این حرفا رو میزنه، اما این پیش نمیره. دولت ایرانی بحران ساختاری تداوم و قدرت داره. بر بنیان یک دنیا دروغ بنیان نهاده شده. کلی شعارهای دروغین دادند، حرفهای دروغ، هیکل دروغ، مناسبات دروغ. این کثافت و عفونت داره میجوشه، در نهایت جوشش خودشه. هر چقدر میخوان اینو جلوشو بگیرن اتفاقی نیفته. حالا داره گندش بالا میاد. اتفاق اول اینه که اون آدمایی رو که بردن تو خیابون الاف کردن، هی پرچم تکون دادن، هیدر کردن و گفتن اینا قشر پاپتی جامعن، عدالت اجتماعی میخوان و رهبر شهیدشان و رهبر احمقشون، حالا همینا رو دارن خونشون حلال میکنن. خفشید، پر رو بازی در نیارید، غلط زیادی نکنید، صلاح مملکت خیش خسروان دارن، با مقتدرانه با آمریکا یکی میشیم. مقتدرانه. آره دیگه ما زدیم، زورمون زیاد و آمریکا خیلی زورش زیاده، پولم داره. شما داستان رو میبینید، طرف کمبود روایت داره، نمیتونه جا بندازه. این داستانه. ببینید زارت و زورت و موشک زدن و ترق هوا کردن یه داستان داره. وقتی تو میخوای حکومت بکنی، اوضاع رو عادی بکنی، حالا این خزعبلاتی رو که گفتی باید توجیه کنی. توجیه نمیشه. حالا معلوم نیست اون آدمی که تو خیابونه چی باید بگه. خب اینا تا موشک زنی میکردن، طرف پرچم تکون میداد، میگم ایرانمان، مام میهنمان، رهبر بزرگمان، حالا نمیدونی چی بگه. اینا چقدر پوفیوز حساب در اومدن. این مرتیکه با کله فرار کرد به پاکستان. این همه حرف
متناقض میزنه، خزعبل داره میگه اینا که همش دروغ بود که. حالا اونی که خیلی جر داده خودشو هیدر کرده، باور میکرد شیعه زور داره و این تو میدانه و اسمش میدانه و حالا همش تو زربزاب در اومد. این یه هفته دیگه، یه ماه دیگه تو تهران نمیتونه زندگی بکنه. این همه دل دزد و فاسد و اولیگارش و قوری نخورده مویز شده بی تبار بی ریشه بی وجود عین کفتار میفتن به جان هم دیگه. باید بیفتن. چرا؟ چون دیگه هیچ نه با روایت ناسیونالیستی، نه با روایت شیعه سازی، نه با روایت ضد امپریالیزم، نه با یه مشت دست نشانده فاسد بیتبار آنوسی کولی هندی یهودی زاده حالا کمبود روایت داره. این آغاز پس از پرده دوم جنگ کذایی. آمریکا مجبوره هی تراش بده، هی اینجا کم میارن، میگه این چارتا رو بزن. این چارتا رو که میزنه مطمئن باشید که خفه نمیشن، چون این چارتا حالا اینا هر کدام یه مجموعه رانتخور دیگه با خودشون دارن، یه مشت کارمند و دزد و شبکه‌های کوچیک و اینا زیر بار نمیرن. توی بزن تراش بده، داستان پیچیده تر میشه. هرچه این میخواد به تراشه سرهای دیگه بالا میان. لذا داستان دولت ایران تمام شد. ما یه جنگ پنجره به پنجره به هم بدهکاریم. فاسدهای آمریکایی، یهودی، اسرائیلی. پدر سوخته ها، مردم ما رو بردید، جاسوس اسرائیل کردید، خودتون توله اسرائیل و آمریکایید، خودتون جاسوس اعظمید، گرفتید آدمای بدبخت و کشتید. هرچقدر این پرده ها کنار زده میشه، اون وقت رویارویی ما با شما مشروع‌تر، حتمی‌تر، آشکارتر میشه. ما بایستی کل این نمایش شما رو باطل میکردیم، بایستی هیچ راهی برای هیچ دفاعی از شما نمیذاشتیم. اون وقت شما با گلوله های ما روبرو میشید. یه مش جاسوس و طول جاسوس و فاسد و دزد و سوزاکی و تریاکی و بیشرف های دروغ. شما خدا رو فاسد کردی، باور مردمم فاسد کردی. حالا برو روایت سازی کن. مذاکره مقتدرانه واقعا خیلی اقتدار بود. من با تو، نصرت مال خداست، من به تو اعتماد ندارم، نیتم هم خیره. اصلا عجیب. ما از شماها یاد میگیریم اقتدار و شوکت و بزرگی. شما مایه آبروریزی این مردم بودید. شما مشتی بیتبار نامتعلق مردم ما رو به این وضعیت کشوندید. حالا بزنید از اونایی که تو خیابونن، بکشید. از اون هیدر کنها، از اون بدبخت های پاپتی که شماها به طمعی اونها رو دور هم گرد آوردید. راستی بیچاره هیدر میکرد میره خونه، الان با همسایش چطوری صحبت میکنه؟ جاکش اول آمریکا شماها بودید. چطوری میخواید جواب اینایی رو که تو خیابون بدید؟ به نظر من شما همون کار رو میکنید. میگید که اینا حلقوم صهیونیسم و آمریکان، اینها خوارجند، اینها لیدرهای دوران اخدود خاموشی کشیان. وقت میزنید از برادران بسیجی پرچم ایران به دستگیرتون میکشید، بهشون میگی خوارج. اینو بهشون میگید. ما میبینیم این رو. فاسدهایی مثل شما فکر میکنه میتونه بازی رو ببره. اینی که شما این مردم رو به بازی میگیرید مال اختلافیه که سر دزدی ها
و کرسی قدرت با هم داریم. این حل نمیشه، پیش نمیره و ما روزهای بسیار پرتنش جدی خواهیم داشت، هممون با هم. و هرچه پیش میره من بیشتر چهره کریه شما رو از روش پرده برداری میگم. خودتون و ارباب فاسد آمریکاییتون دیدی چه آب از لب لوچتون را میفته وقتی بحث ارباب آمریکاییتون رو میکنید تحت نام مصالح مملکت و توسعه و اقتصاد مردم. نه بی شرف، مردم ما 47 ساله بی همه چیز و نابود شده از زندگی. شما روز نبوده تیکه‌ای از وجود این مردم رو ندزدی، روحشان را، زحمتشان را، جانشان را شما دزدیدید. روزتون بخیر.